بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه در پناه الله شاد و خوش و خرم باشید. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسش و پاسخ. در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده هم خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی وصال حق عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز انشاءالله خواهم بود. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طبق روال معمول برنامه سالها و برنامه رو با سالهای SMS بینندگان آغاز میکنیم. بیننده‌ای پرسیدن که حکم کسی که نماز نمیخواند چیه؟ الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد که نماز یکی از ارکان چهارگانه اسلام هست، یعنی 4 رکن عبادی و 4 اصل و مبنای عبادی که در اسلام هست. اولینشون و مهمترینشون نماز هست. نماز و زکات و روزه و حج 4 عبادت اصلی هستند در دین اسلام که جزء ارکان اسلام شمرده می شوند، به اضافه شهادتین، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله که رکن اول هست و دروازه اسلام هست و اساس اسلام هست. بعد از آن رکن دوم در واقع نماز هست و نماز همان گونه که عرض کردم اولین رکن عبادی هست، یعنی در میان تمام اعمالی که به عنوان عبادت الله متعال فرض کرده نماز در ردیف اول و در اول این فهرست در واقع قرار دارد و مهمترین حکم هم در دنیا هست و هم در آخرت. مهمترین حکم الهی و حق الهی از عبادات در دنیا مهمترینش نماز هست بعد از توحید و شهادتین، و در قیامت هم اولین چیزی که از انسان بازخواست می شود در مورد حقوق الله در مورد نماز هست. اولین حقی رو که الله متعال و چیزی رو که در دنیا فرض کرده بر مسلمانان هم از نظر ترتیب زمانی و هم از نظر اهمیت نماز هست، البته بعد از توحید. و در روز قیامت هم اولین پرسشی رو که الله متعال در مورد حقوق خود از بندگانش می کند در مورد نماز هست. پس بنابراین همون گونه که سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت کرده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمودند بنی الاسلام علی 5. اسلام 5 تا ستون و پایه دارد. این 5 ستون و پایه در واقع خیمه اسلام را و وجود اسلام را تشکیل دادند: شهادتین، نماز، زکات، روزه و حج. اگر هر یکی از این 5 ستون در واقع ناقص باشد به این معنی هست که دین اسلام ناقص هست و مسلمانی اون فرد در واقع ناقص شمرده می شود. اما در مورد کسی که نماز نمیخواند 2 جنبه دارد. یکی این که کسی که منکر نماز باشد، منکر فرضیتش باشد، اصلا قبول ندارد که در اسلام نمازی هست و فرض بودن نماز را قبول ندارد، نمیخواند و ایمانی به نماز هم ندارد. چه بسا که خود را مسلمان بنامد اما میگوید که نماز فرض نیست یا در یک زمان خاصی بوده یا نمیدونم معنی صلات که در قرآن اومده یک چیز دیگر هست. به هر صورت معتقد بر این است که نمازی به این شکلی که مسلمانان میخونند فرض الهی و جز شریعت اسلامی نیست. به اتفاق تمام مسلمانان چون این کسی کافر هست.
تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت و مسلمانان کسی را که انکار بکند فرضیت نماز را و جهود بکند نپذیرد نماز را که یک از احکام اسلامی هست، چون این انسانی بالاجماع کافر هست. در این مورد بحثی وجود ندارد. این مرحله اول. مرحله دوم، فرضاً کسی به خاطر تنبلی، یک فردی رو فرض بکنیم که به خاطر تنبلی نماز نمیخوند، معتقد هست که این جز فرایض دینی هست، جز احکام اسلام و جز ارکان اسلام هست، اما به خاطر تنبلی یه موردی دیگر نماز نمیخوند. حکم چون این فردی چی هست؟ در این زمینه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه معتقد بر این هستند که چنین کسی کافر نیست، چنین کسی کافر شمرده نمی شود. منتها یعنی خفیفترین حکمی که در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت هست در این زمینه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. میگویند که کسی که نماز را عمدن ترک بکند، از روی تنبلی و سستی نماز نخواند، کافر نیست، اما حکومت اسلامی اون را باید زندان بکند تا زمانی که آماده بشود که نماز بخواند. تا زمانی که نماز گزار نبوده او را از زندان آزاد نکنند. این خفیفترین و کمترین حکمی هست که در فقه اسلامی برای فرد بی نماز در 4 مذهب اهل سنت و جماعت اومده. یعنی کافر نیست اما باید زندان بشود تا زمانی که به نماز بازگردد. این مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. در مذهب امام مالک و امام شافعی رحمت الله علیه اونا هم گفتند که کافر نیست. اما به اتفاق مالکی ها و شافعی نظرش این است که چون این فردی باید کشته بشود، چون این کسی باید کشته بشه، با این که کافر نیست اما به خاطر حد یک مجازات شرعی بر این چون این فردی این است که حکم مرتد هم نیست، حکم مرتد رو ندارد، کافر نمی شود، مرتد نیست، اما باید کشته بشود. به خاطر چی؟ به خاطر مجازاتش. یک حد شرعی هست. یعنی مجازات شرعی ترک نماز رو در مذهب امام شافعی و امام مالک قتل میدونن. یک پله بالاتر از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. در مذهب امام احمد رحمت الله علیه و بسیاری دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این نظر را داشتند، معتقد بر این هستند که تارک نماز کافر هست و به خاطر ردت کشته می شود. کافر هست، مرتد هست و کشته می شود به خاطر حکم ردتش. در مذهب امام مالک و امام شافعی کشته می شد اما به خاطر حد به معنی یعنی مجازات شرعی. مجازاتش این بوده در شریعت در مذهب امام مالک و امام شافعی، اما در مذهب امام احمد رحمت الله علیه کافر می شود و به خاطر کفرش و ردت از اسلام در واقع کشته می شود. الان این قول بسیار قوی هست، یعنی از نظر دلیل هم خیلی قوی هست و از نظر پشتوانه‌ای که در میان اقوال صحابه دارد هم خیلی قوی هست. 10-15 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ازشون نقل شده که در واقع ترک نماز رو کفر اعلام کردن. حتی روایتی هست از عبدالله ابن شفیق که در سنن ترمذی هستی که از تابعین هست، روایت میکند که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک هیچ موردی رو از اعمال شرعی رو ترکش رو کفر نمیدانستند به استثنای نماز. یعنی تارک نماز رو در واقع یمین کافر میدونستند اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. و در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی از نماز جماعت غایب نمیشد، تأخیر نمیکرد مگر کسی که منافق و معلوم النفاق بود. هم منافق بود و هم معلوم الحال بود، همه میدونستن فلانی منافقه برای نماز نمیاد. اونهایی که منافق بودند و تا حالا ظاهر نشده بودند، همه نمیفهمیدند، اونها هم می اومدن نماز میخوندند. حتی منافقان هم به خاطری که مشخص نشوند برای نماز در واقع می اومدن. در این زمینه روایات صحیح و صریح وجود دارد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، مانند حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم و بقیه سنن اینو در واقع روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاة. بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاة. فاصله میان انسان و کفر ترک نماز هست.
یعنی سدی که در این زمینه وجود دارد همین نماز هست. هر کسی که نماز را ترک کرد یعنی اینکه با کفر در واقع فاصله را ندارد، این مانع رو در واقع شکسته. و روایت دیگری هست که بسیار معروف است، بارها شنیدند بینندگان عزیز، ورزمند از حضرت بریده اومده و در سنن 40 روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. عهد و پیمانی که میان ما و دیگران هست، میان منافقین هست، این نماز هست. هر کسی که نماز را ترک بکند کافر هست. این اقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه کاملا واضحه و آشکاره، هیچ جای برای تعبیر ندارد. العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة من ترکها فقط کفر. و در روایت دیگر که حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت کرده بودند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاة. یا در روایت دیگر باز هم اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که هر کسی که نماز را ترک بکند الله متعال از او بیزار هست، یعنی براءت ذمه دارد، هیچ ذمه ای را و هیچ تعهدی را الله متعال در مقابل اون در واقع ندارد. تمامی این روایات را وقتی که ما نگاه میکنیم از نظر قوت دلیل قول امام احمد رحمت الله علیه و کسانی که از اصحاب و بقیه علما و مجتهدینی که نظرشون این هست در واقع بسیار قوی هست و قابل نقاش در واقع نیست. گرچه بسیاری از فقها اینو حمل کردن بر همون ترک جهود، یعنی ترکی که همراه با انکار باشه. به این خاطر معتقد هستند که اگر کسی به خاطر سستی نماز بخواند در واقع اونو کافر نمیدون. حتی از امام ابن حزم رحمت الله علیه نقل شده که هر کسی که نمازی را ترک بکند عمدن، اون نماز را به تأخیر بیاندازد تا زمانی که وقت نماز یعنی فوت می شود، اینم کافر هست. قول ابن حزم رحمت الله علیه هست. یعنی در مورد نماز تا این اندازه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم همچنین روایاتی که از ایشون نقل شده بسیار سخت است. حد اقلی که عرض کردم در اینجا، کمترین حکمی که در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت دادن این است که کافر نیست اما باید زندان بشود تا زمانی که توبه بکند. این حد اقلش است. و این مسئله رو بینندگان عزیز الان متوجه شدن. در کسانی که تارک نماز هستند، نماز نمیخونند، به خاطر سستی و تنبلی عمدن نماز رو ترک میکنند، اونها مختلفون فی هستند. یعنی از دیدگاه علماء اسلام و مذاهب اسلامی در مورد ایمانشون شک و تردید وجود داره. بعضی گفتند که الان باید کشته بشن اما مسلمان هستند. بعضی امام ونیفی گفته الان مسلمان هست اما باید زندان بشود. امام محمد که گفته اصلا این کافر هست و مرتد هست، باید در واقع کشته بشود. این انسان ایمانش نباید به این اندازه تنزل بکند که علما در موردش اختلاف نظر داشته باشند که فلانی مسلمان هست این که کافر هست. وقتی که حکم کفر کسی هم صادر بشود در واقع تمام تبعاتش را هم در پی دارد. یعنی این که زنش طلاق می شود، از هم دیگر جدا می شوند و این فرد ارث نمیبرد، از خویشاوندانش، از پدرش، از مادرش در واقع ارث نمیبرد، فرزندانش هم از اون در واقع ارث نمیبرند، در قبرستان مسلمانان نباید دفن بشود. یک حکم بسیار سنگینی هست. تمام این حکم سنگین به خاطر عظمت نماز هست که واقعا عظیمترین حکم الله در روی زمین هست. پس بنابراین انسان باید سعی بکند که به هر بهایی که مانده باید نماز را بخواند. حتی در روایت اومده که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر کسی بیمار میشد 2 نفر زیر بغلش رو میگرفتن و کشان کشان به مسجد می آوردن. حتی شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم را که حضرت عباس رضی الله تعالی عنه و بقیه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کردند که در آخرین روزهای زندگانی خودشون وقتی ایشون یعنی زیر بغلشون رو میگرفتن می آوردن و در مسجد وقتی که می آوردن پاشون حتی روی زمین کشیده میشد، توان راه رفتن نداشتن، نمیتونستن روی پای خودشون بیستن، اما باز هم می اومدن در صف مسلمانان و در مسجد و نماز جماعت رو در واقع برقرار میکردن. و اولین و آخرین توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد نماز بود. عرض کردم اولین حکم اسلامی که بر رسول الله فرض شده نماز هست و آخرین توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم برای امتش هم در مورد نماز بوده. زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالت احتضار بودند، در بستر مرگ افتاده بودند و نمیتونستند که صاف یعنی جمله رو بیان بکنند، یعنی یک جمله کامل و مفهوم رو نمیتونستند کامل بیان بکنند. ایشون با کلماتی شکسته اما گویا این مطلب رو بیان کردن: الصلاه و ما ملکت ایمانکم. نماز
نماز، یعنی اینکه نماز را، این حکم را بسیار محکم بگیرید و این نماز در واقع یک سدی هست در میان انسان و در میان کفر و در میان بقیه گناهان. کسی که نماز را ترک کرده، ترک زکات و ترک روزه و ترک حج و بقیه اعمال و عبادات خیلی راحت و ساده هست. وقتی که این سد شکسته شد دیگه هیچ چیزی جلوگیر انسان در واقع نیست. به این خاطر هست و شاید حکمتش هم بر این باشه که اصحاب رسول الله یا در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک نماز رو در واقع کفر قلمداد کردن. پس حد اقلش این است که در واقع اگر کفر هم نباشد این است که باید زندان بشود، حکم شرعیش باید چنین فردی کشته بشود، الان چه به خاطر حد باشد چه به خاطر در واقع ردت باشد که مذهب امام احمد رحمت الله علیه است. بله، جزاکم الله خیر بابت این توضیح مفصلی که دادین. و در همین زمینه درباره نماز البته آقای عزیز قندوزی سوال کردن در مورد این که گفتن من نماز فرض را به وقتش خوانده، بعد از نماز فرض نماز سنت را اکثر وقتها نمیخوانم یا بعضی وقتها میخوانم وقت دیگه نماز سنت را نمیخوانم، اما میتونم نماز سنت را بخونم، با این وجود فقط نماز فرض را بهش اکتفا میکنم و نماز سنت را ادا نمیکنم. آیا این کارم اشکال داره یا نه؟ از نظر شرعی بر این بیننده گناهی نیست. یعنی گناهی که مجازات بشه در دنیا یا در آخرت مثلا مجازات بشود، عذابی رو در قرآن یا حدیث برایش در نظر گرفته شده باشد، چنین چیزی وجود ندارد. سنت خودش از نظر تعریف اصولی ها یعنی عملی که انجام دادنش ثواب دارد و ترکش گناه ندارد. انجام دادنش ثواب دارد، تقرب به الله متعال هست، اما ترک کردنش ثواب ندارد. منتها کسانی که و در مورد سنت های رواتب که اومده 10 رکعت یا 12 رکعت که از روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هست یا حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع ضمانت بهشت رو کرده برای کسی که این نمازهای سنت رو بخواند. حدیث حضرت عایشه هست که 12 رکعت هستند، 2 رکعت قبل از نماز فجر، 4 رکعت قبل از ظهر، 2 رکعت بعد از ظهر و 2 رکعت بعد مغرب و 2 رکعت هم بعد از عشاء که مجموعاً میشوند 14 رکعت، ببخشید 12 رکعت. و در روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه 2 رکعت قبل از ظهر آمده، 2 رکعت قبل از ظهر و 2 رکعت بعد از ظهر. این 10 رکعت یا 12 رکعت رو هر کسی که بر اینها یعنی پایبندی بکند، مواظبت بکند، رسول الله صلی الله علیه وسلم تضمین کردند که ان شاء الله الله تعالی در بهشت برایش خانه ای رو آباد خواهد کرد. کسی که نماز سنت رو ترک میکند این تضمین رسول الله صلی الله علیه وسلم رو از دست داده. یک تضمین و یک دستاویز بسیار محکم و قوی رو در واقع از دست داده. هر کسی میخواد که این دستاویز رو داشته باشه و رسول الله صلی الله علیه وسلم این ضمانت رو در موردش داشته باشند، بر این نمازها پایبندی بکنند. اگر هم نکرد خودش در واقع در این زمینه ضرر کرده و گناه دیگری بر گردن اون نیست. و یک فایده دیگری که نمازهای سنت و نمازهای نفل به صورت کلی دارند این هست که اینها جبران کننده نمازهای فرض هستند. جبران کننده نماز فرض هست. همان گونه قبلا عرض کردم در روز قیامت اولین موردی که در مورد حقوق الله از انسان بازخواست می شود نمازهای فرض هستند. اگر نماز فرض ناقص باشد اون رو توسط نمازهای نفلی، نمازهای سنت، نماز تهجد در واقع اون رو جبران می کنند، کاملش می کنند. و در روایت دیگر هست رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماند که گاه وقت انسان نماز می کند از این نماز اون چیزی که در واقع عایدش می شود گاهی 1 دهم هست، 9 دهم هست یا 8 دهم هست، یا به همین صورت یعنی تفاوت داره. یعنی تمام کسانی که نماز میخونن شاید از نظر ظاهری یعنی اعمال نمازشون یکی باشه، تمام 2 رکعت نماز خوندن، در هر رکعت 1 رکوع هست و 2 در واقع سجده هست، همهشون از نظر ظاهری یک نمازی رو میخونن، اما نماز اینها زمین تا آسمان در واقع تفاوت داره. یک فردی 100% ثوابش رو میبرد، یک فردی 90%، 80% یا کمتر یا در واقع بیشتر. حتی گاه وقتی انسان از نماز فارغ میشود که هیچ ثوابی رو چه بسا که در واقع حاصل نکرده باشه. اضافه بر این چه بسا گاهی وقتی انسان نماز بخواند و مرتکب شرک شده باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من صلی یرائی فقط اشرک. اگر کسی با انگیزه خودنمایی و نشان دادن به دیگران نماز بخواند چنین فردی در واقع کافر شده. این شرک هست در عبادت که نماز را باید خالصانه برای الله متعال بخونیم، اما این آقا اومده برای خودنمایی در واقع این را خونده.
پس بنابراین اگر کسی نماز سنت نخواند از نظر شرعی بر اون هیچ گونه در واقع عتابی یا سرزنشی یا گناهی از نظر شرعی بر اون نیست. منتها خودش یک ضمانت بزرگی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم ضمانت کردن این ضمانت رو از دست داده و همچنین یک جبران کننده بسیار قوی رو که در روز قیامت نمازهای در واقع فرض اون را جبران میکند این رو از دست داده. بله. و غیر از این هم یک نوع مهمترین اسباب تقرب به درگاه الله متعال رو هم از دست داده. در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنند از الله متعال که الله متعال میفرماید که ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته علیه. بنده من با هیچ عملی نزد من تقرب بیشتری حاصل نمی کند مگر با اون چیزهایی که من بر اون فرض کردم، یعنی نماز فرض، روزه فرض، زکات فرض و حج فرضی، این مواردی که فرض هستند از نظر شرعی. در ادامه این حدیث قدسی الله متعال می‌فرماید که ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. بنده من با نوافل، که نوافل به در یک حکم کلی هم سنت ها رو در بر میگیرد و هم نمازهای نفلی مطلق رو یا مستحب رو همه رو در بر میگیرد. بنده من با این نمازهای نفلی و با عبادات نفلی که انجام میدهد به من به اندازه تقرب میجوید و نزدیک میشود که محبوب من قرار میگیرد. کسی که نماز سنت یا نماز نفل نمیخواند در واقع این فرصت دیگر رو هم از دست داده. وگرنه از نظر شرعی کسی که نماز فرض را بخواند این کفایت میکند. فردی اومد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوال کرد که یا رسول الله، الله متعال بر ما چه فرض کرده در مورد نماز؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که 5 وقت نماز هست. اون مرد از مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند شد و برگشت و گفت که والله لا ازید علی هذا ولا انقص. به خدا قسم من از این نه بیشتر میخونم نه کمتر. درست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند 5 وقت نماز و این تعداد رکعات من اینا رو میخونم نه بیشتر نه کمتر. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند افلح ان صدق. اگر واقعا این گونه عمل بکند رستگار پیروز هست. یعنی فرض الهی رو در واقع انجام داده، به خاطر سنتی که انجام نداده خودش ضرر کرده و در واقع مقامش پایین‌تر هست، اما هیچ گونه مجازاتی و عتابی برگردن اون نیست. جزاکم الله خیرا بابت این توضیح که دادیم. و از اتاق فرمانم خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنید و از بینندگانم خواهش میکنم که وقت تماس میگیرن سوالا آماده داشته باشن و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنن. جناب مولانا، بیننده بعدی پرسیدن آیا کشتن موش گناه دارد یا نه؟ از نظر فقهی و با توجه به روایات رسول الله صلی الله علیه وسلم، کشتن حیواناتی که موذی هستند و ضرر و زیانی دارند برای انسان‌های مزاحم زندگی و آرامش انسان هستند، کشتنشون از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد و جایز هست. و حتی در این زمینه روایتی هست در صحیح مسلم از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند 5 تقتلن فی الحل والحرم. 5 مورد هستند، 5 حیوان موذی هستند که هم در حل کشته میشوند و هم در حرم کشته میشوند. حتی در حرم امن الهی، در حرم مکه یا در حرم مدینه، هم در حرم کشته میشوند و هم در غیر حرم. 5 مورد هستند رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها رو برشمرده که هم در حرم کشته میشن، در حرم که همه چیز امنیت دارد، اما باز هم این حیوانات موذی ولی اینکه در حرم هم باشند رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کشتن اینها از نظر شرعی جایز هست، اشکال نداره. یک از اینها مار هست و کلاغ هست و همچنین یکیشون موش هست و سگی که هار هست و درنده‌ای که در واقع حمله می‌کند به انسان‌ها. و یکی مورد دیگر یکی از حیوانات شکاری دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم نام بردن و فرمودند که اینها را در حل و حرم، یعنی هم در حرم و غیر حرم شما می‌توانید که بکشید. حتی در مورد فأر و موش اومده که اینا جزء فواسق هستند، یعنی از بس که شرور هست و مزاحم زندگی انسان هست، فاسق یا فواسق این رو در واقع در زبان عربی اینو نامگذاری کردن. پس بنابراین از نظر شرعی کشتنشون جایز هست، اما بستگی به این داره که نوع کشتن چی باشه. نوع کشتن خیلی مهم هست. از شریعت اسلامی به بهانه کشتن شما اجازه ندارید که هیچ یک از موجودات و مخلوقات الهی رو عذاب بدهید.
کشتنش جایز هست، اما به قول معروف این که اون را زجر بدهید، با عذاب و شکنجه بکشید، این از نظر شرعی جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایتی که شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنه روایت کردن در صحیح مسلم، ایشون فرمودند که ان الله كتب الاحسان على كل شيء، یعنی این اوج در واقع رحمت هست در شریعت اسلامی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که الله متعال فرض کرده احسان را، نیکویی را، برخورد زیبا را در تمامی موارد. در تمامی موارد انسان مسلمان مکلف هست که با بهترین وجه، با احسان یعنی با کمال خوبی باید انسان در واقع برخورد بکند. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، اگر کشتید حتی در جهاد برای مسلمانان جایز نیست که کافری رو بگیرند و در واقع اون رو عذابش بدهند و شکنجهش بکنند و قطع اون رو ببرند، مثلا این که اون رو عذاب بدهند و بکشند، چون این چیزی در شریعت اسلامی جایز نیست. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، و وقتی هم که حیوانی رو ذبح کردید به خوبی ذبح بکنید. و در روایت ادامه روایت جالب است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته، کارد خودتان را تیز بکنید و حیوانی رو که سر میبرید اون رو راحت بکنید، یعنی نگذارید کن در واقع در هنگام ذبح کار در واقع برنده نباشه و یک عذاب و شکنجه بیشتری رو در واقع متحمل بشه. در مورد موش و در مورد فرض بکنیم که مورچه و بقیه چیزهایی که در مزاحم زندگی انسان هستن، جایز است که اونها رو از بین ببریم، اما کشتنشون با آتش مثلا جایز نیست، یعنی که اونا مثلا با آتش اونا رو بسوزانه، این جایز نیست. موشی رو مثلا گرفتن اون رو بسوزانند، این جایز نیست. یا اینکه اون رو در آفتاب ببندن تا بمیرد، یا اینکه احیانا حتی این چسبه هایی که در واقع میگذارند برای اینکه موشی رو در واقع میگیرد، حتی بر روی اینها هم انسان باید مواظب باشد. وقتی که موشی رو دید اون رو بگیرند و بکشند، نگذارند که این موش مثلا تا چند روز در اینجا بمیرد، از گرسنگی زجر بکشد و نهایتا بمیرد. این کمال رأفت و رحمتی است که در شریعت اسلامی اومده. حتی مواردی رو که جز مزاحم ها هستند در زندگی و باید کشته بشوند، اسلام دستور داده که با نحو احسن اونها رو در واقع دفع بکنید و بکشید، نه اینکه در واقع اونها رو عذاب بدهید که این موجب نارضایتی الله متعال هست. درست. جزاکم الله خیرا. تو فرمان اگر تماس بینندگان وصله، اولین بیننده رو وصل بکنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. خدمت استاد عزیز یک سوالی داشتم راجع به یک روایتی که پیغمبر خدا فرمودند که اهل بیت خلیفه بعد من هستند. در حدیثی که باشه، سوال شرعی اگر هست در خدمتیم بیننده گرامی. اینجا برنامه پرسش پاسخ در مورد مسائل فقهیه. ان شاء الله برنامه‌ای که در این زمینه و شبهاتی که در این زمینه هست تماس بگیرین، این سوال مطرح کنید. سوال فقهی اگر دارین بله بفرمایید. سوال فقهی میپرسم. خواستم خدمت این عزیز بپرسم که راجع به فتوایی که امام اعظم در بله سلام، تماسشون مشکل داشت، تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. سلامت باشین. 4-5 تا سوال داشتم استاد. اگر سال اولتون؟ استاد سوال اولمون امام آقای داریم پیشوایی که در مسجد نماز 5 وقته را خوانده می‌آید، به تجوید می‌خواند، سوره ها رو مثلا غلط می‌خواند. سال بعدی؟ تشدید نیست، تشدید می‌آورد، مثلا این گونه می‌خواند. درست، سوال واضح است. سوره همزه را مثال بگیریم، ویلول کل همزه مثلا 2 تا میم می‌آورد و همینطور دیگر بسیار غلط می‌خواند. ما از پس این گونه امام خواندن ما نمی‌فهمیم عربی رو، معنی دیگر شد نشد، فقط می‌فهمیم که غلط خواندن ما جایز است ناجایز است. درست. سال دوم؟ سوال دوم استاد، هر سال در جای ما مثلا در قشلاق ما 500
خانه زندگی میکنند پول جمع میکنند بر ماه مرد نوروزی پول جمع میکنند تمام میپزند مردم جمع شده در یک روز تمام میخورند و گوشتین میدهند این گونه معرکه اشتراک کردن میگویند که نوروزی نیست سر سال است بهار است این گونه میگویند اشتراک کردن و خوردن تمام میگونه ها چی گونه درست. و سوال دیگر استاد گوشت در شهر روسیه و در تاجیکستان هم گوشت مرغ یک کرده از دیگر دولت ها میآید خوردن این گونه گوشت ها چگونه است بسیار علما رو سوال کردیم بعضیش آیه سوره اعراف مائده رو میگه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعام همین آیه دلیل میکنه میگه جایز است و بسیار بعضی علما و سوره اعراف که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق این آیه رو دلیل میکنه جایز نیست ما نمیدونیم استاد در این سوالهای ما بسیار خوش واضح‌تر اگر جواب میداد و یک سوال دیگه کتاب مختصر در تاجیکستان کتاب واقعه میگن کتاب مختصر در تاجیکستان مختصر میگن این کتاب خواندن چه کتاب است مؤلفش چه کسیه میدونین مؤلفش از ذهنم نیست کتاب شهر الواقعه میگن شهر الواقعه مختصر میگن و اخیرا سوالم استاد فرزندای 7 ساله 6 ساله را چقدر جلب کرده در خانه من درس میدم اما ذهن اونا فکر اونا در بیرون است بازی کردن است و گاه مال غضب عصبانی میشن میزنم زدن اینها یا که چگونه تربیت کردن چگونه جلب کردن راههای آسانش اگر استاد میشید اما از استاد خواهش میکنم که در سوالهای ما واضح‌تر جواب میدادن زیرا از چند علما پرسیدن این سوالها را هر که جواب میده بعضی علما جواب همین سوالهایی که دادم هر علما هر که جواب میدن ان شاء الله پاسخ درست رو دریافت کنید. سلامت باشید. سلامت و درست باشین. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال شرعیتون لطفاً بفرمایید. یک سوال این که امامی که تلاوتش خوب نیست. درست. و انسان‌هایی هستند که تلاوت خوب دارن و سواد خوب هم دارن. این امام اون شخصایی که سواد خوب دارن تلاوت خوب دارن در خود قرار میدهد. درست. این امام در نزد الله جل شأنه چگونه انسان حسابیده میشه؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگر اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم با زبان فارسی یگان کلمه سخن گفتگی هستند با حضرت زبان فارسی رضی الله عنه. درست. خود جنگ خندق معروفه به کلمه فارسی دیگه، یعنی این حرفا هست. پیامبر صلی الله علیه و با زبان فارس یگان کلمه سخن گفتگی هستند با زبان. ان شاء الله. سوال دیگه هم دارین؟ سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ. سوال شرعیتون لطفاً بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. ببخشید خواستم یک پسری من دارم پسری. بله. یک پسری دارم هر چی بهش میکنم دعا میکنم نماز نمیخوان. ما خیلی شب روز صبح هر وقت نماز میخونم میگم خدا یک شخص را با نماز بیانداز. درست. و نماز الان نمیخواد چی کار کنم چه راهی یک چیزی به ما کمکی حرفای توی خیر کار کنم. انشاءالله. خدا بهش هدایت بکنه به نماز خواندن. انشاءالله. تشکر میکنم از شما. برنامه پرسش و پاسخ. سلام علیکم بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. چند تا سوال داشتم اگر جناب مولانا جواب بدن ممنونشان میشم. بفرمایید. سوال شرعی اگه باشه در خدمت هستیم. بله. یه سوال در مورد اینه. الان من از برنامه‌تون از اول میگم ایشان فرمود کسایی که معتقد به نماز نیستن یعنی اصلا معتقد همچین چیزی نیست از دین خارجن. مثلا الان اون طرفای کردشین بعضی هستن بهشون میگن صوفی.
اینا اصلا نماز نمیخوانن، یعنی معتقدن صوفی کارهای خودش. بهشون چی میگن؟ صوفی. درویش منظورتون دیگه؟ آره الان چون در کردستان صوفی هست و میگن. درویش دیگه. چون درویش ها بیشتر ما رو نمیدونم سنگ میخورن این کار انجام میدن تا صوفی ها. نه بعد میگم اینا نماز اینا ندارن، یه میگم مسلمانی ما مسجد اینا میکنن اما نماز نمیخوان، یه سری کارا و رقصا و یه کارهای خودشون انجام میدن. حالا اصلا دیدید که باشن اینا حکمشون چیه؟ اینا توجه که اصلا تقل نیستن، اینا جز مسلمان ها هستن یا کافرن. درست. بعد بعضی ماموساها نماز میخوانن اینجا. این سال بعدیه نماز بعضی ها بسم الله اول مثلا حمد نمیارن، بعضی ها بسم الله میارن. چی کار میکنن؟ اول هم قبل از اینکه حمد شروع بشه بعضی ها بسم الله میخوانن، همین بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی ها بسم الله الرحمن الرحیم نمیخوانن. درست. این چجوریه؟ مثلا کدوم مذهب اصلا صحیح، کدومشون صحیحه انجام بدید؟ بعد یه سوال دیگر دارم، وقتی که سوالات یاد شد نخواهش میکنم پشت سر شیعه اینجا مثلا بعضی میگن بعضی میگن نمیدن، اما این حکمش اگر یه توضیح با دلیل اگر زحمتش کن از این چیز درده من میشه. درست. تشکر میکنم از شما. سلامت باشید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. بله سلام علیکم استاد محترم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. استاد یک سوال داشتم که یک دوست ترکی داشتم چند روز پیش همینجا پیش ما آمده بودن، بعد از نان یا یک دعای بسیار دور و دراز دعا کردن. بعد از من گفتمش که دعا را تو از کجا کردی؟ پیغمبر خدا خب بعد از نان قدر یک دعا نکرده و او گفت که ما ترکیه هم حنفی مذهب است. من گفتم ما در افغانستان هم حنفی مذهب هستیم. مگم چیزی که از پیغمبر خدا ثابت شده باشه باید ما او دعا را بکنیم. خب زیاد برش گفتم مندا قبول نکرد. من خواستم از استاد پرسان کنم که بعد از نان پیغمبر خدا چه قسم دعا کردن، مثلا به ختم نان تنها یک الحمدلله گفتن یا یک چیز دیگه هم اضافه کردن. منتها یا قدر زیاد دعا کرد که حتی اگر حساب میکردیم نان در نیم ساعت خورده شده اما دعای زنا در 40 دقیقه ختم شده. سبحان الله. درست. و یک سوال دیگه داشتم استاد که همین قرآنیون که هستن اینا مثلا سیرت نبی صلی الله علیه و سلم میخوانن و میگن ما ایره قبول داریم، خب احادیث رد میکنن. خب سیرت از احادیث تشکیل شده یعنی بعد از اینکه کسانی که سیرت نوشته کردن خب از روی احادیث نوشته کردن. صحیح بخاری صحیح مسلم رد میکنن و کتاب ریاض الصالحین میگه ما ایره میخوانیم همراه سیرت پیغمبر خواندن. خب همین سیرت از روی احادیث نوشته شده یا کدام چیز دیگه هستن؟ میخواستم امیر از استاد معلومات بگیرم. درست. و در سوال سوم است که در این روزا یک شعبه جدید در فیسبوک اینا شروع کردن که مسلمانان را ببینین که در خانه کعبه سنگ پرستش میکنن. همین سنگ حجر الاسود میگن که یا اینا پرستش میکنن. خب اگر مسلمانایی را پرستش میکنن خب در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام خانه کعبه بنا شد و همین سنگ بود و خداوند ابراهیم علیه السلام یک تا پرست معرفی کرد. چطور مسلمانای سنگ به حساب شرک میپرستن که اینا یک شعبه جدید تازه شروع کردن در فیسبوک های پخش کردن. حالا من خواستم که این سه سوال بر استاد مطرح کنم. درست. ان شاء الله پاسختون دریافت میکنم. تشکر از شما و از برنامه. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام. ببخشید من یک سوال داشتم از جناب مولوی صاحب که بعضی از دوستان ما هستن که مثلا ذات تقوا حاصل کردن اما میخوان که به حساب خودشان بهتر شدن اما خانمایشان مثلا بعضشان حجاب نمیکنن و بعضی اوقات در بعض محافل عرفی خودشان نمیره و اونا میرن اما خانمشان ازشان وقت میخواه اما اینا حساب در مجادله عزیزن که میگه ما از نگاه شریعت اسلام ما اینا را خدا نخواسته طلاق بدیم چون طفل دارن یا چی کار بکنیم. درست. این سوال اولم بوده اگر جناب مولانا صاحب میره بر ما توضیح بده. و سوال دوم که مولانا صاحب گفتن که بر نمازهای سنت اگر بعد خود آدم نماز فجر هم سنت شدا بکنه و عشا و شامم اما نظر به مشکلات درس یا نظر به مشکلات
که در کار می باشیم به شکل 4 سال یا 3 سال متداوم نماز ظهر تنها فرض ادا بکنیم، آیا دیام از امو ثوابی که بر آدم می باشه از او منقطع میشه یا چی مسئله است؟ لطفا همین بر ما بیان بکنن. درست. سوال دیگه ندارین؟ نه خیلی تشکر. تشکر میکنم از شما. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تماس بعدی رو بیننده بس کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، بفرمایید. بنده گرامی از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. و علیکم السلام، من جمال الدین هستم. آقا جمال از الدین، مولانا صاحب یک سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. سوالم این بود که آیا در مساجدی که دعای دست جمعی می شود با اونا نشسته دعا کردن آیا گناهی داره یا خیر؟ همین سوالم بود فقط. تشکر میکنم از شما. فقط به حق ما دعا بکنین دیگه. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، بفرمایید. ممکنه سوال بدم استاد؟ بفرمایید سوالتون، سوال شرعیتون. سلام علیکم، برنامه پرسش از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. میکنیم فقط در نمازهای فرض میکنیم یا سنت و نافله هم کردن در کار است؟ دوباره سوال بپرسین. دعایی که در سجده میکنیم که بله، دعایی که در سجده فقط در میکنید. نماز فرضی باید بکنیم یا که نمازهای سنت و نافله هم بکنیم؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه تصور دارم استاد. بفرمایید. در حالت نماز خواندن چشم رو پوشیدن ممکن است؟ یعنی نقاب زدن منظورتون دیگه؟ چشم میپوشم که ها، بستن چشم ها. بستن چشم ممکن است یا نه؟ سوال بعدیتون. نماز عشا خصوصا نماز عشا رو بله. تا ساعت چند خوندن ممکن است؟ پیش از نماز بعد از نماز تهجد خوندن ممکن است یا نه؟ این خود نماز عشا؟ حتی نماز عشا رو با همراه نماز تهجد ساعت 2 تقریبا 3 خوندن ممکن است یا نه؟ درست. سوال بعدی. در نماز عشا دعای قنوت رو خوندن حتما است یا نه؟ در نماز صبح. در نماز وتر. نه در نماز وتر واجب، در نماز وتر واجب در رکعت سیوم. درست. دعای قنوت رو خوندن در کار است یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ بله. در خانه که کتابی سوره‌دار باشد یا اینکه لختک‌های کودکانه باشد در اون وقت ملائکه رحمت می‌دارد یا نه در اون خانه؟ و نماز خواندن درست است یا نه؟ سوال بعدی. برای زنهای سطح پوش در تابستان 2 قبض لباس پوشیدن فرض است یا نه؟ برای زنهای سطر پوش 2 قبض لباس میگن باید پوشی، راست است یا نه؟ 2 قبض چه صورت یعنی؟ 2 قبض لباس پوشیدن. نمی‌مولی متوجه شدیم؟ نمی‌دونم یعنی 2 قبض به چه معنا یعنی؟ 2 قبض کرتا میپوشن میگن، 1 قبض درست نیست میگن. باید که 2 قبض، 1 قبض کرتا باشد، 1 قبض حجاب باشد. اگر 1 قبض پوشیم درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوالتون زیاد شد. سوال زیاد شد میگم. یک دونه دیگه. بفرمایید. گدایی هستن که خونه دارن، مثلا تن صحت دارن و جوان هستن، گدایی با آنها کسب شدگی است. اگر با آنها صدقه نکنیم گناهگار میشویم. درست. این آخرین سوال دیگه نه؟
رحمت. تشکر میکنم از شما. آخرین بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام می‌رسم برای عبدالقدوس دیقان، برای کارگران وصال حق. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. سه سوال داشتم. من چند سوال دارم. یک سوال اول میشه که یک امام مسجد هست و این تعویض را برای مردم جایز میدارن و دومش هست میگه کسی مرده میگه باید یک انسان بمیرد، مسلمان میگه بعدی میگه این سوال دوم است. پول تقسیم شوه. اگر پول تقسیم میگه یک نفر میمیره مسلمان میگه سر قبل از دفن کردن میگه بعدی پول مانده شوه برای مردم پیسه تقسیم شوه، پول تقسیم شوه. همون پشت همین امام نماز اقتدا کردن نماز جایز است یا نه؟ درست. و دومش یعنی ما زیاد دکتم طلایی که از 80 گرم یا مثلا 130 140 گرم 150 گرم با استعمال با خود هم زنانه هست در خانه، از اون زکات هر سال برش جایز است یا نه؟ سلام علیکم. سوال بعدیتون؟ سوال ما اینم دیگه دو سوال بود امر کردیم. درست. تشکر میکنم از شما. از بینندگان عزیزم که پای خط موندن و نتونستیم تماس بگیریم عذر می‌طلبیم. ان شاءالله در وقت دیگه تماس میگیریم و در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشین. به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. همه از رحمت حق بی نصیبند، حذر کن از برای بی نمازان. به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. قبولی حضرتی ایزد نباشد، یقین میدان دعایی بی نمازان. قبولی حضرتی ایزد نباشد، یقین میدان دعایی بی نمازان. به جنت نیست و زان، اگرچه صاحبان ایمان و جاءند، مکن تو مرحبای بی نمازان. اگرچه صاحبان ایمان و جاءند، مکن تو مرحبای بی نمازان. به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. شنو این پند من بسیار نافع، مشو تو آشنایی بی نمازان. شنو این پند من بسیار نافع، مشو تو آشنایی بی نمازان.
بسوزد آتشی تیزی جهنم، سر و تن دست و پای بی نمازان. بسوزد آتشی تیزی جهنم، سر و تن دست و پای بی نمازان. به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. نخواهد دید اندر روز محشر رسولی مالقایی بی نمازان. نخواهد دید اندر روز محشر رسولی مالقایی بی نمازان. اگر خواهی که در جنت درآیی، مرو اندر سرایی بی نمازان. اگر خواهی که در جنت درآیی، مرو اندر سرایی بی نمازان. به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. بلرزد کوه اگر او را ببیند، ز هیبت جایگاه بی نمازان. بلرزد کوه اگر او را ببیند، ز هیبت جایگاه بی نمازان. بود پیوست شومونا مبارک، همیشه سال و ماهی بی نمازان. بود پیوست شومونا مبارک، همیشه سال و ماهی بی نمازان. به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. ز خویشی بی نمازان زن نخواهی، مدی دختر به شاهی بی نمازان. ز خویشی بی نمازان زن نخواهی، مدی دختر به شاهی بی نمازان. حدیثی بی نمازان هرگیز و مشنو، مرو هرگیز براهی بی نمازان. حدیثی بی نمازان هرگیز و مشنو، مرو هرگیز براهی بی نمازان. به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. بود دوزخ سرایی بی نمازان.
با عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که امامی هست که تجویدش خوب نیست و در قرائت هم غلط زیاد میخواند و سوال بیننده دیگر هم پرسیدن که یک از امام ها تلاوتش خوب نیست در حالی که مأمومینی هستند که تلاوتشان خیلی از این امام بهتر است و کاملا خوب میخوانند. آیا خواندن نماز پشت سر چنین شخصی امامی جایز است یا نه برای هر دو حالت؟ اصل بر این هست در مورد امامت کسانی که اقرأ هستند، یعنی عالمتر هستند، قرائتشون صحیحتر هست، قرآن رو بهتر میتوانند بخوانند، اونها در واقع اولویت دارند و مقدم هستند در بحث امامت که باید امام بشوند. اما در مورد این که بالفرض امامی تجوید بلد نیست، یک بحثی هست در مورد تجوید هست، این حروف رو خوب تلفظ نمی کند و یک بحث دیگری هست که لحن بسیار جلی و واضح و آشکاری هست، حرفی رو به جای حرف دیگر در واقع عوض می کند و به گونه ای که به صورت کلی مثلا معنی عوض بشود و از این قبیل مسائل هستند. در مورد کسی که فقط یعنی تجویدش درست نیست، این حروف رو از مخارج اصلیش در واقع ادا نمی کند، این اشکالی ندارد، نماز در اصلش در واقع درسته، نماز در اصل درست، اشکالی نداره. اما اگر منظور از این که امام تجوید بلد نیست، یعنی امامی که لحن دارد و لحنش یک لحن جلی هست، لحن داره یعنی انحراف داره در تلفظ و خوب تلفظ نمی کند و این لحنش لحن جلی هست به گونه ای که معنا رو عوض می کند، به گونه ای که معنای آیه به صورت کلی در واقع عوض می شود. در این زمینه هم علما اکثرشون یعنی تفاوت قائل شدن در میان اون امامی که سوره فاتحه رو اشتباه میخوند یا سوره ای رو که اضافه میخوند، ضم سوره میکند در اون سوره اشتباه میخوند. مثالی که این بیننده من زدن در مورد سوره همزه بود که گفتن با تشدید میخونند این رو، این حکمش یک حکم دیگر هست و اون کسی که در خود سوره فاتحه لحن جلی دارد و فاتحه رو خوب نمیتواند تلفظ بکند، اون حکمش یک حکم کاملا جداگانه هست. اکثر علما در این زمینه نظرش این هست اگر این لحن جلی یعنی اشتباه تلفظ کردن در سوره فاتحه به گونه‌ای باشد که معنی را عوض می‌کند، این نمازش باطل هست، نماز چنین فردی باطل هست و پشت سر چنین کسی نماز خوندن جایز نیست، زیرا که نزد جمهور علما قرائت سوره فاتحه در نماز جز ارکان نمازه، جز ارکان و واجبات و فرایض نماز هست و باید حتما سوره فاتحه خوانده بشود. کسی که سوره فاتحه را نخواند یا اینکه اشتباه خواند یا اینکه ناقص خواند، نمازش اساسا درست نیست، باطل هست، زیرا که قرائت سوره فاتحه جز ارکان نمازه. اما کسی که در اضافه بر سوره فاتحه را درست میخوند اما بقیه سوره های رو بلد نیست، یا احیانا بعضی از ائمه هستند که اگر سوره های کوتاه آخر قرآن رو بخونند خوب تلفظ میکنند، اما اگر از جای دیگر بخونند احیانا شاید زیاد تسلطی رو نداشته باشن و اشتباه تلفظ بکنن. این تلفظ اشتباه در غیر سوره فاتحه این اشکالی نداره، این منجر به شکست شدن نماز نیست، این اساسا خود ضم سوره و قرائت یک سوره دیگر به اضافه سوره فاتحه در نماز این جز واجبات و جز ارکان نماز نیست و با ترکش همین در واقع نماز نمیشکند و نماز درست است. پس بنابراین اگر این لحن در غیر فاتحه باشد این درسته و اگر در فاتحه باشد نماز در واقع باطل هست و باید سعی بکنند اساساً که اون کسی رو که امام بهتری هست اونو مقدم بکنند، یا اگر در اون نزدیکی ها مسجد دیگری هست خصوصاً کسانی که خودشون قرائتشون بهتر هست اون در واقع بروند در اون مساجد دیگر نماز بخونند یا این امام رو در واقع عوض بکنند اگر واقعا کسی دیگر هست که بهتر از اون در واقع براشون امامت بکنند. اما به صورت کلی اگر این لحنی که معنا رو عوض میکند در غیر فاتحه هست، نماز خوندن پشت سر چنین امامی در واقع درسته، اشکال شرعی ندارد و یک اصل و قاعده فقهی داریم، اون کسی که نمازش برای خودش درسته اقتدا هم به اون درسته، یعنی فی نفسی وقتی برای خودش نماز بخواند آیا نمازش درست هست یا درست نیست، یعنی تمام ارکان و واجبات نماز رو به صورت کامل انجام داده، پس بنابراین اقتدا به اون هم در واقع درسته. گرچه عرض کردم که اولاتر و بهتر این است که امامی را که اقرأ هست و آشنایی بیشتری با قرآن داره، با تجوید میخواند یا معنی آیات قرآن را میفهمد و احکام امامت نماز را میداند، چون این فردی اولاتر و بهتر است که امام بشود. جزاکم الله خیر.
بیننده از تاجیکستان گفتن در شهرشون نزدیک 500 خانوار زندگی میکنن و در هنگامی که نوروز میشه مردم پول جمع میکنن و غذا و شیرینی و طعام درست میکنن، ولی میگویند که این به خاطر شادی برای بهار است و به خاطر جشن عید نوروز نیست. آیا شرکت در این مراسمشون و خوردن این غذاها درسته یا نه؟ غذایی که در نوروز درست کرده میشه اگر برای به عنوان در واقع زنده نگه داشتن یک آیین هست و یک رسم غیر اسلامی هست که قبل از اسلام در واقع وجود داشته، میخوان اون رسم را زنده بکنند، این در واقع یک نوع بدعت هست و حرامه چون این کاری رو انجام دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار، هر بدعتی گمراهی هست و ضلالت هست و هر ضلالتی هم در آتش جهنم هست. اگر واقعا این بر مبنای زنده نگه داشتن آیین باستانی از آیین غیر اسلامی هست، این به اتفاق از نظر شرعی چون این چیزی جایز نیست و جزء بدعات و محرمات شمرده می شود و باید از این مورد پرهیز بکنند. درست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد خوردن گوشت مرغ‌هایی که یخ زده است و گوشت‌های بسته‌بندی شده به قول معروف، آیا خوردن اینها درست است، جایز هست یا نه؟ و از آیه‌هایی هم استدلال کردن در مورد اختلافی که گفتن وجود داره مثل سوره مائده. در مورد صورت کلی ذبیحه اهل کتاب یعنی گوشتی و حیوانی که توسط اهل کتاب در واقع ذبح شده باشه، اون رو الله متعال صراحتا در قرآن کریم برای ما مباح قرار داده. صراحتا ذبیحه اهل کتاب، منظور از اهل کتاب یعنی یهود و نصارا هستند. از میان تمامی کافران یهود و نصارا را غذایشون برای مسلمانان حلاله و غذای مسلمانان برای اونها حلاله. سوره مائده آیه تفسیری داره، آیه خود بیننده در واقع تلاوت کردن و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامکم حل لهم، غذایشون یعنی منظور اون گونه که حضرت عبدالله ابن عباس و دیگران فرمودن یعنی ذبیحهشون، وگرنه گندم و جو و بقیه چیزها که به عنوان غذا هست در حلال بودنشون هیچ گونه بحثی وجود نداره. منظور از طعام در این آیه یعنی ذبیحهشون، حیوانی که اونها ذبح کردن برای مسلمانان حلاله و ذبیحه مسلمانان برای اونها در واقع حلال هست. به صورت کلی تمام کسانی که اهل کتاب هستند یعنی ایمان دارند به یک دیانت آسمانی، یا یهودی هستند یا که نصرانی و مسیحی هستند، ذبیحهشون با همون روش خودشون که ذبح میکنن بر اساس طریقه یهودیت یا نصرانیت خودشون که ذبح میکنن، این برای مسلمانان در واقع خوردنش جایز هست و هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود نداره. منتها در مورد آیه دیگری که ایشون اشاره کردند که مواردی رو که نام غیر الله بر اونها ذکر شده اونها رو نخورید، این یک نوع تفاوتی هست که الله متعال در مورد حیواناتی که با نام الله ذبح شدند و حیواناتی که برای با نام غیر الله ذبح شدند. منظور این نیست که اون حیواناتی که بر روی اونها بسم الله گفته نشده. این دو مسئله با هم دیگر فرق میکنه. یک فردی میاد، یک مسلمانی میاد یک حیوانی رو ذبح میکنه، وقتی که ذبح میکند بسم الله گفتن یادش میرود، حکمش چی هست؟ آیا این حیوان حرام میشه؟ به هیچ عنوان این حیوان حرام نیست، ولو این که بر زبان نیاورده نام الله را بسم الله و الله اکبر نگفته حرام نیست. آیه این رو نمیگه که این آیه که بر حیوانی که بر اون بسم الله گفته نشد اون حرامه. منظور آیه این است اون حیوانی که نام غیر الله بر اون برده بشه اون حرامه. شما وقتی که حیوانی رو ذبح میکنید مثلا بگید که یا حسین اونو سر ببرید، یا مثلا یا فلان مثلا پیر و امامزاده و سر حیوان رو ذبح بکنید، این حیوان ذبیحه به غیر نام الله هست، ذبح شده به نام غیر الله متعال، این حرامه. اینو چه یهودی ذبح بکنه، چه نصرانی ذبح بکنه، چه کافر مطلق ذبح بکنه برای نام غیر الله باشه حرامه. حتی اگر مسلمان هم اینو ذبح بکنه برای نام غیر الله، سر قبری ذبح بکنه، سر زیارتی اینو ذبح بکنه به نام غیر الله اینو ذبح بکنه، این از نظر شرعی حرام است. تفاوتی بین مسلمان و یهودی و نصرانی و غیر مسلمان در واقع وجود نداره، بلکه آیه این را میگوید که هر حیوانی که نام غیر الله را بر اون ذبح بردند اون حرامه. اما اگر مسلمانی حیوانی رو ذبح کرد یادش رفت نام الله بگیره، خوردنش جایز، اشکال نداره. یهودی مسیحی بر اساس دیانت خودشون حیوانی رو ذبح کردن، به تصریح آیه قرآن خوردنش از نظر شرعی جایز هست و هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود نداره. منتها صرفاً به خاطر احتیاط اگر واقعاً در کشورهای مثلا غیر مسلمان که مسلمانانی وجود دارند، به خاطر این که خودشون از این شک و تردد خارج بشوند، اگر که قصاب و کشتارگاهی است که در واقع مسلمانان در اونجا کار میکنند یا ذبح
مذهب اسلامی می شود، قطعا این اولاتر و بهتر هست. یعنی برای طیب خاطر و برای اطمینان پیدا کردن و برای تقوا این بهتر و اولاتر است. اما از نظر شرعی اگر کسی از یک یهودی یا از یک مسیحی گوشتی رو خرید کنه ها بر طریق خودشون رو ذبح کردن، از نظر شرعی خوردنش جایز هست و کسی که این گوشت رو خورده در واقع حرام را نخورده، بلکه خوردنش برایشون جایز هست و هیچ گناهی رو مرتکب نشده. جزاکم الله خیر. سوال بعدی در مورد کتابی بود به نام کتاب مختصر، اگر درباره این کتاب معلومات داشته باشه. متاسفانه تا حالا یعنی کتاب مختصرهای دیگری ما داریم، مختصری در فقه هست و مختصری در تفسیر، اما کتابی که ایشون گفتم من دقیقا نمیدونم که ایشون هم اسم نویسندهشون نگفتن و نمیدونم من که دقیقا منظور ایشون چه کتابی بود. درست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی در مورد این که فرزندی که سنش کمه مثل 6 ساله 7 ساله هست، پدر و والدین باید چقدر اونها را یعنی به اونها خشم بگیرن برای یادگیری و خواندن قرآن و یادگیری علوم دین؟ به صورت کلی یعنی تنبیه کردن بچه ها بیگونه‌ای که متاسفانه در بسیاری از جاها رواج داره به بهانه این که درس بخونند یا تعلیم قرآن، این یک روش در واقع هست که جوابگو نیست، غیر علمی و غیر منطقی هست و خصوصا بعضی که زدنهایی هست که واقعا انسان در میدان جنگ اونگونه دشمن خودش اونگونه میزنه، نه اینکه برای آموزش باشه. تنبیه کردن در حد معقول، در حدی که به معنی اظهار نارضایتی باشه، اظهار خشم باشه، یعنی در واقع به طور مثال اخم کردن باشه یا بلند کردن دست باشه، گرفتن گوش باشه، اینها در واقع یعنی نماد این هست که شما اعلام عدم رضایت میکنید. اینا اشکالی در واقع ندارد. اما این که در واقع بچه‌ای رو به خاطر اینکه درس نخونده بزنید، اونم احیانا در تا سرحد این که مجروح بشه یا اینکه در واقع خیلی متعلم بشه، چون این چیزی از نظر شرعی هم درست نیست و از نظر روانی هم این تاثیر منفی رو داره بر بچه ها. و روش های دیگری هست میتونیم که جایگزین این بکنیم که بچه ها رو در واقع تشویق و ترغیب بکنیم که بهتر یاد بگیرن و از این جایزه رو قرار بدهیم، مسابقاتی رو در میان اونها قرار بدهیم و انگیزه ایجاد بکنیم برای فرزندانمون برای گرفتن تعلیم، برای یاد گرفتن قرآن کریم و از بعد معنوی و از ثواب معنوی اون با بچه ها صحبت بکنیم و بچه رو از همون هنگامی که هنوز بچه هست، هنوز از دست ما در نرفته و حرف شنوی دارد، از اون زمان در واقع شروع بکنیم به تعلیم قرآن یا مسائل دینی. اما این که ما بخوایم که با یعنی قهر و غضب و با زور چوب بخوایم که به بچه چیز رو یاد بدیم، من فکر نمی کنم که چون این چیزی یعنی توجیه عقلی داشته باشه یا اینکه در واقع مثبت و مفید اثری باشه. چون برای نماز هم رسول الله صلی الله علیه و آله در این سنی که ایشون فرمودن چنین سفارش نشده برای تنبیه. در مورد تنبیه اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن در 7 سالگی اولادتون رو امر بکنید به نماز، این امر به نماز بکنید، احکام نماز رو به اونها یاد بدید و در سن 10 سالگی اگر در واقع نماز نخوندن اونها رو بزنید. یا زدنی که حتی در موارد دیگری هم استفاده شده، اما این زدن به هیچ عنوان زدنی نیست که در واقع این گونه بسیاری اونو به سوی برداشت کردند و همون گونه که من در روایتی قبلا هم عرض کردم خدمت شما که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ان الله كتب الاحسان علی کل شیء، الله متعال برخورد خوب را، احسان و نیکوکاری را و پختکاری را در هر کاری دوست دارند و این زدن صرفا به خاطر این، نه به خاطر این است که شما شکنجه بکنید، عذاب بکنید، صرفا به خاطر این است که شما اعلام عدم رضایت میکنید. یعنی همین که اخم بکنید، همین که دستتون رو بلند بکنید، همین که گوش بچه رو بگیرید و این خودش یک نشون خیلی خفیفی از اون بگیرید، این به معنی این است که شما اعلام عدم رضایت کردید و اون پیامی را که یک شلاق خیلی تند و سخت داره، حتی احیانا همین اخم کردن یا مثلا گرفتن گوش یا بلند کردن دست هم در واقع همون تاثیر رو شاید در روحیه بچه داشته باشه، نه اون تاثیر رو بلکه تاثیر بسیار مفید رو داشته باشه و حداقل تبعات منفی رو انشالله که نخواهد داشت. جزاکم الله خیر. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم با سلمان به زبان فارسی حرف زده؟ ببینید در زبان عربی یا همچنین در زبان فارسی، در زبان فارسی کلماتی ما داریم که اصلشون در واقع عربی بوده، تبدیل به در واقع کلمات فارسی شده که فارسی زبان اونها رو در واقع
استفاده میکنه. کلمات خیلی زیادی هست در زبان فارسی که به هیچ عنوان نمیشود که زبان فارسی رو از زبان عربی در واقع تفکیک کرد. حتی مواردی رو که احیانا انسان اصلا فکرش هم نمی کند که اصل این عربی باشد، میبینیم که این در واقع عربی در میاد. مثلا به طور مثال تماشا کردن، تماشا در زبان فارسی به معنی مشاهده کردن، دید و بازدید در واقع میاد، اما اینش از اصل عربیش گرفته بوده. تماشا یا تماشی به معنی راه رفتن هست، زیرا که در وقت تفریح انسان معمولا قدم میزند. این در واقع به زبان فارسی در واقع فارسی شده و موارد خیلی زیادی که قابل حصر در واقع نیستن. در زبان عربی هم در واقع مواردی هست که یعنی احیانا کاربرد مشترکی رو دارند، یا این که اصلشون شاید هم فارسی باشه که در زبان عربی در واقع استفاده شده باشه. به طور مثال در روایت صحیح بخاری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت جابر اینو نقل کرده در جریان خندق، که وقتی که اومدن و ایشونو دعوت کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا اهل الخندق ان جابرا قد صنع سورا فهیه لکم. این سور در زبان الان نمیدونم، شاید در زبان فارسی تا حالا محاوره از اون استفاده نشه، اما در بسیار از زبان‌ها مانند زبان بلوچی همچنان این وجود داره. سور به معنی جشن، به معنی دعوتی، و خصوصا دعوتی رو که در هنگام در واقع عروسی گرفته می شود که حتی در بروسی میگن فلانی سیر کرده یا سور به اصطلاح که میگن. این برگرفته از همین کلمه هست که در زبان عربی همین در واقع استفاده شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم این استفاده کردن. یا احیانا در موارد دیگر که مثلا یک اصواتی هست، یعنی پیامه هایی هست که با صوت بسیار کوتاهی در واقع به مخاطب میرسه، اینو رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده کردن. مثلا در روایتی هست در متفق علیه هست فکر کنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک صدقه رو آورده بودن و حضرت حسن رضی الله تعالی عنه یک خرمایی رو برداشت از اون که اون خرما رو در واقع بخورد و اونو در دهان خودش گذاشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن کخ کخ. یک اسمای اصوات هست که در واقع هم در زبان فارسی کاربرد داره و هم در زبان عربی. و غیر از این هم روایتی در سنن ابن ماجه هست، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه اینو نقل کرده و جمله خیلی زیبایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت ابو هریره فرمودند که اشکمت درد، یعنی شکمت درد میکند، یعنی درد شکم گرفتی. این هم در سنن ابن ماجه اومده. مواردی هست عرض کردم که چیزهای کلماتی که در زبان عربی استفاده میشه اصلشون فارسی بوده یا برعکس، اینها در هر زبانی استفاده میشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم کلمات فارسی رو بلد نبودند ایشون، اما کلماتی رو احیانا در واقع چه بسا که ایشون استفاده کردن و ثابت هم هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که پسرشون نماز نمیخوانند ولی دعا میکنن همیشه که پسرشون اهل نماز باشن و همیشه برای این فرزند دعا میکنن، اما باز پسرشون پایبند نیست به نماز. گفتن چیکار باید بکنم تا پسرم اهل نماز بشه؟ انسان باید همون گونه که قبلا عرض کردم، نمازی که از ارکان اساسی دین مبین اسلام هست، با هر گونه در واقع راهکاری که وجود داره باید انسان اونو در پیش رو بگیره تا اینکه فرزندانش و اهل خانوادهش رو وادار به نماز بکنه. دعا کردن یکی از این راهکارها هست. راهکارهای دیگری وجود داره و بالفرض این که اگر این فرزند ما بهش بگوییم که برود از سر نانوایی برای ما نان بگیرد، یا اینکه به مدرسه برود و مدرسه نمی رود، باش چه برخوردی رو میکردیم؟ آیا صرفاً به دعا اکتفا میکردیم؟ قطعاً چنین چیزی نبود. با راههای دیگری ما سعی میکنیم که در واقع فرزند خودمون به هر گونه‌ای که شده تشویق بکنیم، خانش بکنیم که در واقع به مدرسه برود، ادامه تحصیل بدهد یا کارهای ضروری زندگی خودش رو در واقع انجام بدهد. برای این هم انسان باید راهکارهایی رو در واقع و تدابیری رو باید بیاندیشش. مسعی بکنید که فرزندت رو با دوستانی که واقعا اهل طاعت هستند، نیکوکار هستند، اهل نماز هستند با اونها در واقع ارتباط برقرار بکنه، اونها رو دعوت بکنید به خونهتون، تشویق بکنید فرزندتون رو. خودتون فرزند خودتون همراه خودتون ببرید، همیشه همراه بکنید، بیرون از منزل وقتی که میرید همراه باشید. قطعا وقت نماز که برسه یک روز دو روز همراه شما میاد، این در واقع به صورت عادت میماند و این رو بعد از همون دورانی
زمانی که کودک هست و بچه هست و هنوز حرف شنوی دارد، باید از اون زمان اونو در واقع از نظر اعتقادی بر روشون کار کرد، احکام اسلامی رو برای اونها بازگو کرد تا اینکه این در واقع به عنوان یک در واقع ایمان و یک عقیده در قلب اونها باقی بماند، باور داشته باشند و این در ادامه کار ما رو در واقع راحت تر میکند و بهتر میتوانیم که فرزندان ما رو در واقع به راه راست و صراط مستقیم انشاءالله هدایت بکنیم. انشاءالله. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی در مورد مسائلی که در سالهای قبل گذاشت در مورد حکم افرادی که نماز نمیخونن و اینکه از دین خارج میشوند، گفتن افرادی هستن که به ظاهر در لباس دین هستن و خود رو صوفی معرفی میکنن اما نماز نمیخونن عملا، اینها حکمشان چیست؟ اینا یعنی عرض بکنم اگر واقعا منکر نماز باشند یا معتقد به این باشند که نماز از سر من ساقط شده، کافره. هر کسی معتقد بر این باشه که من به یک درجه از روحانیت و معنویت رسیدم که الان این عبادات برای من معنی نداره، برای من در الان دیگه نماز فرض نیست، روزه فرض نیست، نماز و روزه اینها برای عوام مردم هستند، انسانهای عامی هستند، هر کسی چنین ادعایی رو داشته باشه کافر است، ولو این که از دیدگاه مردم بزرگترین عالم و بزرگترین عارف و صوفی باشد. هر کسی که منکر ادای نماز باشد یا مدعی باشد که من از درجه نماز خوندن فراتر رفتم، نماز نمیخوانم، چون این انسانی انسان کافر و مرتدی هست، هر کسی هم که باشد. مگر ما در دین اسلام انسانی عارفتر و با معنویت‌تر از رسول الله صلی الله علیه وسلم داشتیم؟ از ابوبکر، از حضرت عمر، عثمان، حضرت علی رضی الله تعالی عنه که بسیار از این صوفیای گمراه فکر میکنند که سلسله نسبتشون میرسد به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. کدام یک از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم به این مقام رسیده بودند که نماز نخونند یا زکات ندهند یا حج نکنند یا روزه نگیرند؟ چون این چیزی مطلقاً ما نداریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایات متعددی میفرمایند که مانند روایت حضرت عبدالله ابن عمر بنی الاسلام علی 5، اسلام در واقع بر 5 پایه هست که یک از این پایه هاش نماز هست. روایاتی رو قبلا عرض کردن، روایت حضرت جابر، روایت حضرت ابو هریره و دیگران که رسول الله صلی الله علیه وسلم صراحتا فرمودن العهد الذی بیننا و بینهم الصلاه فمن ترکها فقط کفر. هر کسی که نماز رو ترک بکند کافره. این روایات صحیح و صریح است. چگونه ممکن هست که یک مسلمانی که پیرو رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد به یک مقامی برسد که رسول الله به اون مقام نرسیده؟ ابوبکر و عمر و عثمان و ائمه ما به اون مقام نرسیدن، چون این مقامی در دین اسلام اصلا وجود ندارد، بلکه برعکسش بزرگترین مقامی که انسان میتواند به آن برسد مقام نمازگزاری هست. نماز مقامی هست که مقام خوندن نماز نفل، نماز تهجد یا قیام اللیل باشد که رسول الله صلی الله علیه وسلم به این مقام رسیده بودند. رسول الله صلی الله علیه وسلم آنگونه که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت می‌کنند بگونه‌ای در نماز می ایستادند که پاهای مبارک در واقع باد می‌کردند و ترک برمی داشتند. وقتی بیشون گفته میشد که یا رسول الله الله متعال گناهان تو رو بخشیده، تو گناهی نداری، چرا این اندازه خود زحمت می‌کشید؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که آیا من بنده شاکر الله نباشم؟ هر کسی که ادعای علم می‌کند، ادعای دانش می‌کند، ادعای معنویت روحانیت می‌کند، ادعای صوفیگری می‌کند، اون باید با در بعد نماز باید متبع‌تر باشد، پیرویش از قرآن و حدیث باید بیشتر باشد. هر کسی در هر مقامی و در هر سطحی و در هر زمانی به ادعای این که به معنویت رسیده، انسان روحانی هست، انسان صوفی هست، ذره از احکام شرعی پا فراتر بگذارد، این انسان قطعاً و 100% انسان مبتدی هست، انسان منحرفی هست. معیاری که ما انسان‌های نیکوکار و بدکار را، انسان‌های عارف و غیر عارف را، صوفی و غیر صوفی را بشناسیم، قرآن و سنت هست. هر کسی از قرآن و سنت یا سیره رسول الله صلی الله علیه وسلم پا را فراتر گذاشت، اون در واقع بر دین اسلام نیست، اون به بیراه رفته و ما باید از چنین انسان‌هایی باید پرهیز بکنیم و دوری بکنیم. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که یعنی سوالشون در مورد بسم الله گفتن به جهر در نماز است، گفتن که کدام یکی اولاتر است که بسم الله به جهر باشد یا به ستر؟ بسم الله در این که سنت هست اتفاق داریم
یعنی تمام ائمه اتفاق نظر دارند که بسم الله یکی از سنت های قولی یعنی گفتاری نماز هست که در واقع گفته بشود. اما بحثی که وجود داره در مورد این است که بسم الله سری باشد یا جهری باشد که مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام احمد و بسیاری دیگر از مجتهدین این است که این در واقع همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم معمولا این در واقع نه معمولا بلکه همیشه نماز یعنی بسم الله را به صورت سری می‌کردند. روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را با الحمدلله رب العالمین شروع می‌کردند، یعنی نماز را با الله اکبر و قرائت را با الحمدلله رب العالمین شروع می‌کردند و این قول راجح هست در این زمینه. منتها در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه این بسم الله را به صورت جهری می‌خوانند. عرض کردم که در اصل خواندن بسم الله هیچ گونه اختلافی وجود ندارد، در میان تمام علما این جایز هست، نه تنها جایز است بلکه سنت است. در مذهب امام شافعی جهرا گفته می شود و در مذاهب دیگر خفیتا و آهسته گفته می شود و مذهب جمهور در این زمینه اولاتر و در واقع راجح هست، به خاطر اینکه دلایلش در واقع صحیحتر و قویتر هست. جزاکم الله خیر. نماز خواندن پشت سر امام شیعه چه حکمی داره؟ جایز نیست. نماز خوندن پشت سر امام شیعه هم از نظر اعتقادی جایز نیست. کسی که معتقد به تحریف قرآن باشد، کسی که معتقد به کفر صحابه باشد، کسی که معتقد به بدا باشد، کسی که معتقد به بسیاری از خرافات و بدعات و شرکیات باشد، از نظر شرعی نماز خوندن پشت سر این جایز نیست. و همچنین از نظر فقهی هم در مورد اصل وضو، چیزهایی که وضو را باطل میکنند، تفاوت خیلی عمیقی وجود داره در میان عقیده اهل سنت و الجماعت و فقه اهل سنت و الجماعت باشیه. پس بنابراین نه از نظر عقیدتی درست است پشت سر شیعه نماز خوندن و نه از نظر فقهی. هر کسی هم که چنین کاری رو انجام داده باید نماز خودش رو حتما اعاده بکنه. جزاکم الله خیر. بیننده برای گفتن دوستی داشتم اهل ترکیه بعد از غذا خوردن دعای طولانی کردن و گفتن که ما همیشه این دعاها رو میخوانیم. آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از غذا دعای طولانی میکرد و کلا رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از غذا چه دعاهایی را میخواند؟ در مورد این دعاهایی که در واقع گفته میشه، یعنی متاسفانه در مورد خصوصا در مورد دعا یعنی مردم خیلی افراط کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم افراط را در دین ممنوع کردند. افراط ولو اینکه در عبادت باشه این از دیدگاه اسلامی کار یعنی خلاف شرعی هست، انسان نباید افراط بکنه. همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع انجام دادند بر سنت ایشون ما عمل بکنیم، ما در واقع بهترین عبادت گزار هستیم، صحیح ترین و سالم ترین مسلمان ما خواهیم بود. اما این که چیزهایی را از خودمون اضافه بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرمودند یا اینکه انجام ندادند، این از نظر شرعی یک نوع بدعت هست و بدعت همون گونه که عرض کردم ضلالت است و سرانجام ضلالت در واقع که همون مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، سرانجامش آتش جهنم هست. در مورد دعا بعد از غذا یا دعا بعد از نماز، دعا در هنگام دفن میت، دعا در هنگام خوندن عقد نکاح و بسیاری از جاهای دیگر که مردم جمع میشوند دست جمعی همه دستها رو بلند میکنند، یکی دعا میکند دیگر آمین میکنند، هیچ چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین سنتی نداشتند که به صورت دست جمعی این گونه در واقع دعا بکنند. اگر ما واقعا پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، باید که در واقع همون چیزی رو که رسول الله انجام میدادند اون اولاتر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه در میان دو کار وقتی که ایشون اختیار میدادن، اونی که کاملتر هست، سالمتر هست، بهتر هست از نظر دینی و دنیایی، همیشه اون رو انجام میدادن. یعنی بهترین و کاملترین مرحله دینداری همون چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادن. ما از طرف خودمون نمیتونیم که یک عبادت رو از نظر کیفیتش یا از نظر کمیتش یا از نظر زمانش تغییر بدیم. عبادت دقیقاً همه چیزش توقیفی هست، یعنی فقط و فقط الله و رسولند که به ما بگویند که ما چگونه عبادت بکنیم. و دعا کردن هم در واقع عبادت است. دعا هو العباده در روایت اومده که دعا عبادت است. یا روایت دیگری که دعا مخل عباده که این روایت صحیح نیست، اما روایت اول یک روایت صحیح است. دعا کردن در واقع یک نوع عبادت است و عبادت رو نه از نظر کمیتش ما میتونیم تغییر بدیم، نه از نظر کیفیتش و نه از نظر زمانش. دعا کردن به صورت عمومی جایز هست،
یعنی در واقع یعنی محدودیت زمانی در واقع نداره، محدودیت مکانی نداره، در همه جا جایز است. اما این که ما این منحصر به یک زمان بکنیم، منحصر به یک کیفیت بکنیم، منحصر به یک در واقع مکان بکنیم، این از نظر شرعی در واقع درست نیست. این منحصر کردن یک عبادت در یک زمان یا در یک مکانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم منحصر در اون زمان و مکان و اون کیفیت نبوده، این در واقع بدعت است. یکی از این موارد همین بلند کردن دعا بعد از غذا خوردن هست که معمولا خیلی دستا رو بلند میکنن، باید دعا بکنن. اون کسی که دعوت شده حتما باید دعا بکند، اونم که دعای مثلا که معروف و مشهوری که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نقل شده بینم اکتفا نمیکنن. و جالب این از اون کسانی که این همه دعا میکنن دعای معصور رو بلد نیستند. یعنی اون دعایی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندن اون در واقع بلد نیستند، نمیخونن، همینجوری دستو بلند کردن از طرف خودشون با زبان خودشون یک چیزایی رو اضافه میکنن. اگر واقعا میخواند پیرو رسول الله باشند و در واقع سپاسگزاری رو کرده باشند از این انسان، در واقع همون دعایی رو که در سنت اومده اون دعا رو باید انسان در واقع بخواند. در این زمینه روایات متعددی اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحاح و سنن از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. از حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه هست، در سنن در صحیح ترمذی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از دعا این بعد از غذا این دعا رو می‌خوندن: الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا. این دعایی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. یا در روایت دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایت حضرت معاذ که در سنن ابو داود هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که یک غذایی رو بخورد، هر کسی که غذا بخورد و بعد از غذا خوردن این دعا رو بخواند: الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که این دعا را بعد از غذا بخواند در واقع گناهانش بخشیده میشوند. یک فضیلت خیلی زیادی رو هم در واقع در این زمینه هست. منتها در مورد این که کسی دعوت بشود، یک جایی دعوتی رفته باشد برای صاحب خونه و اون کسی که میزبان هست بخواد دعا بکند، در این زمینه هم روایتی هست در سنن ابو داود از حضرت انس رضی الله تعالی عنه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم مهمان سعد ابن عباده انصاری رضی الله تعالی عنه بودند و ایشان نان و روغنی را آورد و رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع تناول فرمودند و بعد از این که غذا تمام شد یا بخور معروف سفره رو جمع کردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: افطر عندكم الصائمون و اکل طعامكم الابرار و صلت علیکم الملائکه. این دعای مهمانی هست. بیشتر از این دعای ثابت نیست که دعای طولانی، اونم بلند کردن دست ثابت نیست. همین گونه دعا بکنیم برای میزبان خودمون: افطر عندكم الصائمون و اکل طعامكم الابرار و صلت علیکم الملائکه. این بهترین و کاملترین دعا هست و معنی این دعا این است که افطر عندكم الصائمون یعنی روزه‌داران با سر سفره شما افطار بکنن که ثواب روزه به شما در واقع برسد. و اکل طعامکم الابرار، غذای شما را نیکوکاران بخورند، همیشه انسان نیکو صالح با شما رفت آمد داشته باشند و غذای شما را بخورند که در واقع با این غذایی که میخورند عبادت میکنند و در کارهای خیر شرکت میکنند و برای شما دعای خیر میکنند که همش خیر است. و صلت علیکم الملائکه، و فرشتگان بر شما درود بفرستند. این دعایی هست که مأثور هست و ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما متاسفانه مردم این دعاهای در واقع مأثوره را که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده اینا رو ترک کردن و به جایش بدعت‌های دیگری رو اضافه کردن. اما در بیننده‌مون که چند نفر سوال کردند که اگر امام قرائت رو اشتباه بخواند به صورتی که معنی در واقع اشتباه بشود، احتمال دارد که این دعا رو هم اگر اشتباه بخونند اینم معنیش اشتباه میشود. خاطری رو نقل میکنند به خاطر بینندگان عزیز، خاطره رو از شیخ عبدالله بن باز رحمت الله علیه، عبدالعزیز بن باز اسمشون که بود، عبدالله بن عبدالعزیز بن باز رحمت الله علیه. ایشون یک جای رفته بودند دعوتی و اون صاحب خونه که غذا آورده بود غذاش خیلی تیز بوده، دهان ایشون در واقع سوخته بوده و بعد از این که دعا رو خوندن، این همین دعا رو خوندن: افطر عندکم الصائمون و اکل طعامکم الابرار هست. اکل طعامکم الابرار یعنی نیکوکاران غذای شما را بخورن. ایشون گفتند اکل طعامکم الابرار،
اکل طعامکم الابرار، معنی عوض می شود، یعنی که غذای شما نیکوکاران را خورد. این از بس که تیز بود در واقع ایشون مزاح گفتند و این گونه این شوخی کردن. در واقع سعی بکنیم که میشه اذکار و اوراد رو همون گونه که وارد شده با همون تلفظ صحیح انشالله یاد بگیریم و بر اون عمل بکنیم انشالله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که درباره سوالشون درباره قرآنیون بود. گفتن که قرآنیون سیرت را میخوانند، کتابای سیرت را، اما احادیث مثل کتابای امام بخاری و مسلم را رد میکنن و قبول ندارن. آیا کتاب‌های سیرت کتاب‌هایی که در مورد سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته شده است از همین کتاب‌های احادیث برداشت نشده از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی زندگانی رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت ایشون، یعنی اعمالی که ایشون انجام دادند، گفتاری رو که در واقع ایشون داشتند، احادیثی رو یا اون چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم قولا یا فعلا یا تقریرا ثابت شده، فرموده ای رو که ایشون فرمودند، کاری رو که ایشون انجام دادند یا کاری که در محضر ایشان انجام شده و ایشان سکوت کردند، یعنی این که در واقع تأیید کردند، تمام اینها جز سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. قرآن و سنت اون چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما به یادگار گذاشتند و الله متعال در آیات متعددی رسول الله صلی الله علیه و سلم را در واقع معرفی کردند که ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چیزی که پیامبر به شما داد اون در واقع عمل بکنید و روایت زیادی در این زمینه وجود دارند. غیر از آیات و غیر از روایات هم که بنگریم ما میبینیم که عملا کسانی که خود را قرآنی میدونن دینشون یک دین ناقصی هست، یعنی دینی هست که در آن نمازی وجود ندارد، دینی هست که در آن زکاتی وجود ندارد، دینی هست که در آن حج مثلا به صورت کامل نیست. تمام این احکام شرعی رو کلیاتش در قرآن اومده، در برخی از موارد جزئیات هم اشاره شده، اما به صورت کلی یعنی کمالش و به صورت کاملش رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما تبیین کردن. در قرآن چنین چیزی در واقع ذکر نشده. در قرآن اومده که نماز بخوانید، نماز رو اقامه بکنید و در ده ها مورد این در واقع ذکر شده، نماز و زکات ذکر شدن، اما در هیچ جای قرآن کریم نیومده که نماز صبح 2 رکعت هست یا نماز ظهر مثلا 4 رکعت هست یا این اوقات به صورت دقیق هست که چه وقتی شروع میشوند چه وقتی تمام میشوند، زکات رو در واقع از چه مقدار باید زکات داد. اینها رو رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو با سنت خودشون ثابت کردن. اگر قرار باشه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را کنار بزنیم، یک بخش عظیمی در واقع از دین اسلام و اساسیات اسلام، حتی از فرایض اسلام در واقع کنار زده می شود و این گرایش به هیچ عنوان یک گرایش عقلانی و یک گرایش منطقی و قابل قبول از دیدگاه قرآن و سنت نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد شبهه‌ای سوال داشتن، گفتن که اخیراً شبهه‌ای داره مطرح میشه در مورد دین اسلام، مانند که گفتن مسلمان ها در کعبه سنگ را میپرستند نه خداوند را. آیا این شبهه به جا هست؟ این شبهه برای انسان‌های نادان واقعا بجا هست. کسی که نادان باشه، معنی عبادت رو نفهمد یا با دین اسلام آشنایی نداشته باشد، این شبهه رو شاید قبول بکند. به صورت کلی عبادت رو وقتی که ما معنیش رو بفهمیم، در واقع این شبهه مجالی نداره. اصل عبادت یعنی پرستش کردن الله متعال. پرستش کردن الله متعال یعنی چی؟ یعنی اعمالی رو که الله متعال میپسندد و به عنوان تقرب اونها رو مشخص کرده و پاداش و ثوابی رو بر اون مترتب کرده، ما به خاطر الله متعال اون کارها رو در واقع انجام بدیم. یا دعا کردن هست، ترسیدن از الله متعال هست، بیم داشتن از الله متعال، امید داشتن به الله متعال و دعا کردن الله متعال در مشکلات، استعانت از الله متعال، نماز خوندن و روزه و زکات و حج، همه اینها را به خاطر الله انجام دادن. اینها تمام میشوند از نظر شرعی عبادت. عبادت از دیدگاه شرعی 2 تا اصل بسیار مهمی رو دارد. یکی آن که خالصانه برای الله متعال باشد، دوم مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد و این عمل باید برای الله متعال در واقع انجام گرفته باشد. در این زمینه عبادت رو هیچ مسلمانی تا بکنون
در هنگام طواف به خانه کعبه نگفته که ای خانه کعبه فلان مشکل مرا حل بکن، ای حجر اسود فلان مشکل مرا حل بکن. یا از حجر اسود بیم نداشتند، امید نداشتند، در دعایشون چیزی رو از کعبه و از حجر اسود و از مقام ابراهیم در واقع نمیخواستند که بگیم عبادت هست. هیچ اونان این عبادت نیست. همون کسانی که دوربر خانه کعبه طواف میکنن در هنگام طواف نام الله متعال رو میگیرن، ذکر الله متعال هست در اونجا، با نام الله اونو در واقع شروع میکنن و این مواردی هست که اینها رو الله متعال جز شاعر قرار داده، نشانه هایی برای الله متعال و شاعر الهی ده هستند که الله متعال در واقع میفرماید که ذالک و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب. تعظیم شاعر الهی که الله متعال اونها رو در قرآن مشخص کرده، رسول الله اونها رو برای ما بیان کرده، تعظیمش اونم به کیفیتی که اون شریعت در شریعت اومده، این در واقع نشانه تقوا و پرهیزگاری هست. هیچ مسلمانی نمیآید حجر اسود را مثلا فقط بوسیدنش در واقع اومده، اما در دعا خواستن هیچ انسان مسلمانی از حجر اسود نمیخواهد، بیم و امیدی از حجر اسود در واقع ندارد، از خانه کعبه در واقع نمیخواد. حتی قسم خوردن به خانه کعبه از نظر شرعی جایز نیست، قسم خوردن به حجر اسود جایز نیست، قسم خوردن به مقام ابراهیم جایز نیست. اینها در واقع نماد از عبادت هست که انجام دادن این عبادت رو برای حجر اسود و برای در واقع خود کعبه و مقام ابراهیم و حجر اسماعیل و بقیه مواردی که هستن هیچ عنوان از نظر شرعی جایز نیست. و روایت جالبی هست در صحیح مسلم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که اومدن به حجر اسود گفتند که والله انی لاقبلک، من الان تو رو میبوسم، استلام حجر میکنم، و انی اعلم انک حجر و انت لا تضر ولا تنفع، من میدونم که تو سنگی و هیچ ضرر و نفعی رو به من نمیرسونی، هیچ ضرر و نفعی رو به من نمیرسانی. ولولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبلک ما قبلتک، اگر من نمیدیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را بوسیده من تو را اصلا نمیبوسیدم. یعنی این همین کار را صرفا به خاطر دستور الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما انجام میدهیم و اون هم وقتی که انجام میدهیم ما حتی مسلمانان این عقیده رو دارند که حجر اسود یا خانه کعبه هیچ گونه نفع و ضرری رو برای مسلمانان در واقع در بر ندارند، فقط یک حکم الهی است که الله متعال دستور داده، بر مبنای دستور الهی مسلمانان این کار رو انجام میدن و هیچ کسی از مسلمانان تا کنون عبادتی رو که برای خانه کعبه انجام داده باشه، ذبحی کرده باشه، نذر و نیازی رو در واقع کرده باشه، صدقه ای رو داشته باشه، از کعبه خواسته باشه، از کعبه در واقع ترسیده باشه، چون این چیزی رو در شریعت اسلامی ما نداریم. این چیزهایی که به عنوان عبادت هستند هیچ مسلمانی برای کعبه و برای هیچ سنگ انجام نمیده. رب هذا البیت، از خود بیت رو کسی عبادت نمیکنه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که دوستانی دارن که به دنبال این هستن که اهل تقوا باشن و ملتزم به دین باشن، اما همسران و زنهایشان پایبند نیستن، حجاب نمیکنن و با این شوهرانشان مجادله میکنن. آیا اینها با این همسرانشان چه کار بکنن؟ آیا آنها رو طلاق بدن یا نه؟ به هیچ صورت. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را توصیه کردن استوصوا بالنساء خیرا، فرمودند که من شما رو توصیه می کنم که با زنان به خوبی برخورد بکنید. استوصوا بالنساء خیرا فانهن خلقن من ضلع، که زن از پهلو آفریده شده، و این اعوج ما فی الضلع اعلاه، بالاترین قسمت و کجترین قسمت پهلو بالاترین دنده و بالاترین در واقع پهلو هست. این حدیث رو رسول الله صلی الله علیه و سلم به این معنی فرمودند که طبیعت زن، نگرش زن، جهانبینی زن، اولویت‌های زن، سلیقه زن با مرد خیلی متفاوت است. شما به اعمال و رفتار زن، به گفتار زن، به باورهای زن از دیدگاه یک مرد نگاه نکنید، با دید زنانه نگاه بکنید تا اینکه درک بکنید معنی و محتواش رو. اگر شما بخواید که مردانه برخورد بکنید با زن، با دید خودتون، با بینش خودتون با زن برخورد بکنید، همین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این زن در واقع کجی دارند. این کجی یعنی این که در سلیقه و در اولویات و در واقع باورهایشون در واقع با شما متفاوت هستند. اگر شما بخواید یک مردی رو مجبور بکنید که زنانه برخورد بکند، زنانه رفتار بکند، زنانه فکر بکند، زنانه راه برود، زنانه کاراش انجام بدهد، این در واقع کشتید این مرد رو. اگر از یک زنی هم بخواید که همه چیزش مردانه باشه، این هم درست نیست. بلکه برعکسش ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کردن مردان زن نما را و زنان مرد نما را.
مردانی را که خودشون را تشبیه میکنند و مثل زن در میآورند و زنانی را که خودشون را مثل مردان در میآورند. هر کسی در صنف خودش، در مسیر خودش، با اولویت خودش. ما باید ذهنیت زنان را و سلیقه زنان را، افکار زنان را باید با همون دید زنانه خودشون نگاه بکنیم و تا جایی که میتوانیم اونو در واقع اصلاحش بکنیم، سعی بکنیم که با افکار ما، با ایده ما حداقل در یک مسیر قرار بگیرن. اگر 100% نیستند به صورت متضاد 100% نباشند و حداقل در یک مسیری بتونیم که کنار هم زندگی بکنیم و بتونیم همدیگر رو تحمل بکنیم. زنی که در واقع حجاب رو رعایت نمی کند اونگونه که شما می‌خواهید یا در واقع دیگر مسائل شرعی 100% اونگونه که شما می‌خواهید پایبند نیست، این اشکالش در یک جای دیگر هست، نه در این رفتار. این تأثیر اون باور هست، تفسیر اون در واقع انگیزه‌ای هست که در قلبش وجود داره، باوری هست که در قلبش وجود داره. شما اول این زن رو قانع کن به حجاب، قانعش کن به دین اسلامی، قانعش کن به اخلاق اسلامی، قانعش کن به پوشش اسلامی. بعد از این خود به خود این زن در واقع پایبند خواهد شد و راهش طلاق دادن این زن نیست، بلکه توجیه کردنش هست. رفت آمد با شما نگاه بکنید با چه کسانی رفت آمد دارید. خود شما رفت آمد دارید با کسانی هستند که بیج عنوان اهل نماز و اهل حجاب و اهل عبادت نیستند. خب زن شما از اونها رنگ میگیرند. زن شما با چه کسانی رفت آمد دارد؟ از اونها رنگ میگیرد. حداقل خود شما پایبند باشید، خانواده هایی که پایبند هستند با اونها رفت آمد بکنید و پای شبکه‌های دینی و اهل سنت و توحیدی بنشینید، توجیه بکنید زنانتان را، قانع بشوند به این حکم، ان شاءالله خودشون 100% عامل خواهند شد. اما صرفا به خاطر این چون که زن طبق میل شما عمل نکرده، فلان عبادتی رو که شما گفتید به اون اندازه که شما گفتید، در فلان وقتی شما گفتید، یا فلان لباس خاصی رو که شما می‌خواهید اون رو نپوشیده، طلاق دادنش این در واقع از نظر شرعی درست نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما توصیه کردند استوصوا بالنساء خیرا، یا در روایت دیگری می‌فرمایند که فإنهن عوان عندکم، زنها اسیرن در خونه شما، خودشون آوردن وقف کردن در زندگی شما، خودشون آوردن از خانواده خودشون برویدن و خودشون رو به شما چسبوندن. شما هم قدر و منزلت زن را و ایده ها و سلیقه های زن را تا جایی که ممکن هست احترام بگذارید. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد صحبت های شما در مورد ثواب نوافل و اینکه انسان را به خداوند نزدیک میکنند اشاره داشتن و گفتن که اگر ما نتونیم سنت های نماز ها رو بخوانیم، فقط فرض ها رو بخوانیم، آیا این ثواب ها از ما منقطع می شود به خاطر کاری که هست یا به خاطر درس خواندن که داریم؟ ببینید اصل بر اینه که این فضیلتی رو که اومده در روایت عایشه یا حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که در روایت عایشه اومده، این فضیلت با اون کسانی هست که این کار رو انجام دادن. ثواب این عبادت به اون کسی میرسد که این عبادت رو در واقع انجام داده باشن. اما معیار در اینجا این نیست که هیچ وقت ترک نشود، بلکه در این زمینه روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که به این معنی که کسانی که در هنگامی که مقیم هستند، صحیح و سالم هستند، چه عبادت نفلی رو انجام میدادند، در هنگام سفر یا در هنگام بیماری و عذر، الله متعال اون ثواب را برای اونها می نویسد. یعنی اگر شما در حالتی که کار نداشتید، در حالتی که مسافر نبودید، در حالتی که بیمار نبودید، فرض کنید همیشه پایبند این سنت ها بودید، وقتی که بیمار شدید، وقتی که مسافرت رفتید، وقتی کار ضروری برای شما پیش آمد و این سنت را ترک کردید، الله متعال ثواب این سنت را و این فضیلت را ان شاء الله به شما عنایت خواهد کرد. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. آقا جمال الدین گفتن که در مساجدی که بعد از نماز دعای دست جمعی خوانده می شود، آیا نشستن در این گروه و این دست جمع گناه دارد یا خیر؟ اصل در این زمینه این است که انسان باید امر به معروف بکند و نهی از منکر، اونم با حکمت و موعظه حسنه باشد. و مردمی که این رو در واقع تا حالا جز سنت های نماز میدونستند، جز احکام نماز میدونند، جز آداب نماز حداقل میدونند، اینها باید توجیه بشوند. این وظیفه علما هست که مردم را در همون حد شرعی باید توجیه بکنند، هر حکمی را به همون اندازه‌ای که ارزش دینی و شرعی دارد و جایگاه اصلیش هست اون معرفی بکنند. و این اصطلاحات شرعی که در واقع در اسلام وجود داره و در اصول فقه هست که فلان چیز فرض است، فلان چیز واجب است، تفاوت
تفاوتی که احناف در این زمینه آوردن فلان چیز نمیدونم سنت هست یا مستحب هست یا نفل هست یا مکروه هست یا حرام هست، این حداقل این موارد رو تطبیق بدن برای مردم. این دعا کردن دست جمعی بعد از نماز جز هیچ کدام از این احکام خمسه در واقع این در بود فرض و واجب و مستحب و در واقع سنتش وجود نداره، بلکه در قسمت بعدیش هست. جز احکام خمسه که هستن در قسمت مکروه و حرام در واقع قرار میگیره. سنت نیست زیرا که رسول الله انجام ندادند، فرض نیست زیرا که دلیلی نداره، واجب هم در واقع نیست و هیچ گونه دلیلی برای انجام دادنش نیست. وقتی کاری رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی یک مرتبه در زندگیش انجام ندادند، اون نه فرض می شود، نه واجب می شود، نه سنت می شود، نه مستحب می شود، بلکه برعکسش التزامش این در واقع بدعت هست. همون که بسیاری از علمای احناف در واقع اینو تایید کردند و تاکید کردند بر این زمینه که لازم گرفتن دعای دست جمعی بعد از نماز اگر به صورت التزام باشد این در واقع در دایره بدعت خارج می شود. اما برای انکار منکر، برای امر به معروف یا نهی منکر کردن یک سری ضوابطی وجود داره که مبادا این منجر به یک درگیری بسیار بزرگتری باشه، منجر به یک فتنه بسیار بزرگتری باشه، باید اینو بفهمند همه مردم. کسی که دعا نمی کند خب بر اصل عمل می کند. هر کسی اجازه دارد به صورت تنهایی برای خودش دعا بکند، کسی حق ندارد که ممانعت بکند چون فلانی چرا بعد از نماز دعا می کند. دعای انفرادی بعد از نماز جایز هست و یک از جاهای اجابت دعا هست. اما به صورت دست جمعی وقتی که گروه دعا می کنند، اگر کسی به خاطر این که دلیلی ندارد و میخواد بر سنت عمل میکند بلند شده و بر رفته، این نباید کسی بر این در واقع ایرادی بگیرد. مردم باید در این زمینه به صورت با موعظه حسنه و با حکمت انشاءالله کم کم مردم را توجیه بکنند. امیدوار هستیم که بدعت هایی که به مرور زمان در دین اسلام ایجاد شده انشاءالله به مرور زمان با حکمت و موعظه حسنه انشاءالله که از بین برود. تشکر میکنم از شما. دعایی که در سجده آمده است و انسان میخواند در دعا در سجده، آیا این دعاها خاص نمازهای فرض هست یا در نمازهای سنت هم میخونیم؟ در مورد نماز یعنی احکام نماز فرض و نماز سنت یکی هست، هیچ گونه تفاوتی رو در این زمینه در واقع نداریم. به صورت کلی هر چیزی که در نماز سنت جایز هست در نماز فرض هم جایز هست. هر چیزی که در نماز فرض در نماز سنت شکننده نماز هست در نماز فرض هم در واقع شکننده نماز هست. هیچ گونه تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. در این زمینه روایات متعددی اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و دعاهای متعددی هست و می توانیم که در هنگام سجده دعا بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بدون اینکه تفکیکی قائل باشند در میان نماز فرض یا نماز در واقع سنت به صورت کلی فرمودند که اقرب ما یکون العبد الی ربه و هو ساجد، نزدیکترین وضعیت انسان به پروردگارش در حالت سجده هست. فاکثروا فیه من الدعاء فقمن ان یستجاب لكم، در سجده زیاد دعا بکنید که امیدوار هستم سزاوار است که الله متعال شما را در حالت سجده قبول بکنند و هیچ گونه تفکیکی قائل نشون در میان نماز سنت و نماز فرض. دعاهایی هم که در سنت ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در سجده میخوندن اللهم اغفر لی ذنبی کله دقه و جله و اوله و آخره و علانیته و سره، پروردگار گناه مرا معاف بکن، کوچکش را یعنی ریز و درشتش را، اول و آخرش را و ظاهر و باطنش را، آشکار و نهانیش را. یا در روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سجده بودند و من در دنبال رسول الله میگشتم، تاریک بود، دستم خورد به پای رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیدم که ایشون در سجده هستند و این دعا رو در واقع میخوندند که اللهم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. دعایی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت سجده میخوندند و دعاهای دیگری هم که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نقل شده. ما میتونیم که هم در نماز فرض بخونیم و هم در نمازهای سنت. جزاکم الله خیر. در حالت نماز خواندن بستن چشم ها یا گفتن پوشاندن چشم ها جایز است یا نه؟ اولاتر و بهتر و اصل در این زمینه این است که چشم ها باید باز باشند. در هنگام نماز چشم ها باید باز باشند مگر اینکه انسان بیم این رو داشته باشه که به طور مثال در جلوی رویش فرض کنیم که مردم عبور و مرور میکنند و میگذرند یا فرد نامحرمی رو در واقع دیده جلوی رویش هست. در این صورت اگر به صورت مقطعی چشم خودش را ببندد از نظر شرعی اشکال ندارد. اما اصل در این زمینه این است که چشم انسان باید در هنگام
هنگام نماز باز باشد و حتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انسان باید به طرف قبله نگاه بکند یا در جای رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز میخوندند دیدشون از جای در واقع سجده یعنی تجاوز نمیکرد، یعنی بالاتر نمیرفت. یعنی معنی این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم چشمشون باز بوده و فقط همون جایی رو که سجده میکردن در واقع میدیدند و از در روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نشده که از التفات در نماز، یعنی این طرف اون طرف نگاه کردن در نماز، رسول الله صلی الله علیه و سلم من فرمودند. معنی این حرف این است که چشمهای رسول الله صحابه در نماز باز بوده و دستور داده که شما در نماز این طرف اون طرف نگاه نکنید. اگر چشمها بسته می بود خب وقتی که نگاه کردن در واقع معنی رو نداشت. پس اصل در نماز این است چشمها باز بشود، مگر به صورت مقطعی نامحرمی از جلوی انسان در واقع از جلویش رد شد، در اون وقت میتواند چشمای خودش را ببندد، اشکال نداره. تشکر میکنم از شما. تأخیر در نماز عشا، بیننده بعدی گفتن که تا چقدر میتونیم نماز عشا رو تأخیر بیاندازیم یا میتونیم با وقت تهجد بخوانیم یا نه؟ خواندن نماز عشا در وقت تهجد درست نیست. یعنی وقت نماز عشا را رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر بر امت من سخت نمی بود من دستور میدادم که نماز را تأخیر بکنند به ثلث لیل یا نصف شب، یا 1/3 شب یا نصف شب. یعنی ما مقایسه بکنیم دقیقاً از زمان غروب آفتاب تا زمان طلوع فجر چه مقدار هست، چند ساعت هست، اینو تقسیم بر 2 بکنیم. نهایت وقت نماز فجر تا نماز عشا تا اون زمان هست، بیشتر از اون در واقع تأخیر کردنش درست نیست و به خاطر اینکه از اختلاف انسان در واقع خارج بشه و اختلافی که فقها در این زمینه دارند این است که اولاتر است که نماز رو قبل از این وقت حتما باید بخونه. اگر میخوان تأخیر بکنن تا 1/3 شب تا نصف شب این نهایتش هست، اما تا وقت سحر نماز عشا رو نباید تأخیر بکنن. جزاکم الله خیر استاد. 7 دقیقه وقت مونده و 6 تا هم سوال باقی. در نماز وتر دعای قنوت خواندن واجب است یا نه؟ در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جزء واجبات نماز هست. اگر کسی اون رو ترک بکند باید سجده سهو بکند، اما از دیدگاه عموم اهل سنت و الجماعت این در واقع جزء سنت ها هست یا مستحباتی هست که در نماز وتر وجود دارد. اگر کسی قنوت نخواند باز هم نمازش از نظر شرعی یا وترش از نظر شرعی درست، اشکال نداره. درست. در خانه اگر کتاب عکسدار باشد ملائکه می آید داخل این خانه وارد میشه و آیا نماز درست است یا نه؟ بله، اگر که عکس بر روی دیوار زده باشه که نماز خوندن در چنین خانه مکروهه، اما اصل نماز انشاءالله که قبول هست. اما اگر عکس در فرض کنیم که توی یک کتابی باشد یا توی کیفی یا صندوقی گذاشته باشد این هیچ گونه تأثیری رو نداره و نماز خوندن در اونجا کراهتی رو هم نداره و جایز است. درست. جزاکم الله خیر. خواهری درباره حجاب برای زنها و ستر پوش گفتن باید 2 قبضه باشد. شما بفرمایید که حجاب زن باید به چه صورت باشه؟ حجاب زن باید یک حجابی باشه که به صورت کامل بدن زن رو در واقع بپوشاند و یعنی تمام بدن را بپوشاند. روایتی در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود دارد که یکی از ازواج مطهرات سوال کردند که لباس زن باید تا چه اندازه باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که 1 وجب درازتر از قدش باشد. ایشون فرمودند که در اون صورت اذن یعنی کشفنا، یعنی ظاهر میشوند، یعنی برهنه میشوند. یعنی این دلالت بر یعنی اوج اهمیتی است که در این زمینه اومده که لباس زن باید یک لباس ساتر و پوشنده باشه که در واقع تمام بدنش را تا قدم کاملا باید بپوشاند. لباس زن باید یک لباس کاملی باشه، یعنی کل بدن اون را در واقع بپوشاند. لباسش باید ضخیم باشد به اندازه‌ای که در واقع شفاف نباشه، پوست بدن رو در واقع دیده نشود یا چادرهایی که در واقع از پشت اونها در واقع مو دیده می شود یا بدن دیده می شود این گونه نباشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم از این منع کردن. حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها را که روزی چادر و روسری نازکی را پوشیده بودند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند وقتی که زن به سن بلوغ برسد جایز نیست که از بدنش چیزی دیده بشود الا هذا و هذا اشاره کردن به گردی چهره یا دست در واقع.
و این لباس زن عرض کردم باید دراز باشد، باید که یعنی ضخامتش به گونه‌ای باشد که بدن نمایان نشود، باید گشاد باشد به گونه‌ای که اعضای بدن را در واقع به نمایش نگذارد، لباسی باشد که لباس شهرت نباشد، لباس زینت و آرایش نباشد، لباسی که در واقع عطر زده باشد چنین لباسی نباشد. این لباس زن باید این ویژگی ها را در واقع داشته باشه و تفاوتی نداره که یک تکه باشد یا دو تکه باشد، یا به صورت کلی معیار این است که تمام بدن زن در واقع پوشیده باشد و لازم نیست که حتما به صورت چادر باشه. بعضی از حساسیت زیادی رو دارن چادر باشد یا اینکه نباشد، فرق نمیکنه. چادر باشد یا مانتوی طولانی باشد یا عبایی باشد، تمام اینها جزء حجاب شرعی در واقع هستند با این ویژگی هایی که من عرض کردم. اگر چادر هست یا اینکه پیراهن بلندی هست یا عبایی هست یا مانتوی بلندی هست، این ویژگی ها رو باید داشته باشه. درست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیرانی در مورد این است که گفتن جوانهایی هستند که خودشون جوان هستند، خانه دارند ولی با این وجود گدایی میکنن. آیا کمک کردن به این افراد درست یا نه؟ از نظر شرعی وقتی که سائل یک چیزی را از شما سوال میکنه، یعنی از شما چیزی رو خواستند، میتونید که به اون بدید ولو اینکه جوان باشه. اما اگر میتونید که اون رو راهنمایی بکنید، برایش ایجاد شغل بکنید تا اینکه از این کار در واقع دست بکشه، این اولاتر و بهتر هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که در دنیا سوال بکند، این در واقع یک لکه‌ای هست بر روی جبین و بر پیشانیش در روز قیامت، یا اینکه به گونه‌ای در روز قیامت حشر میشوند که صورتشون گوشت ندارد. و سوال کردن از نظر شرعی جایز نیست و انسان باید تعفف داشته باشه، خویشتن داری داشته باشه. اما اگر کسی نزد شما اومد سوالی کرد، شما از نظر شرعی جایز هست که به اون در واقع چیزی را بدید، ولو اینکه جوان باشد، سالم باشد. اما چون که سوال کرده، شما می توانید که به اون چیزی رو بدهید. اگر دادید به خاطر اینکه جوان هست و ولو اینکه جوان باشه، انشالله شما این رو به الله متعال دادید، شما این رو به این جوان یا پیر یا هر کسی دیگر باشه به این ندادید. شما با انگیزه کسب ثواب این رو دادید و از نظر شرعی اشکال ندارد. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که امام مسجد تعویض می نویسد برای مردم و وقتی کسی هم می میرد بر سر قبر می گوید که پول تقسیم بشود برای به اسم اقساط. آیا اقتدا به این امام جایز هست یا نه؟ از نظر شرعی تعویض نوشتن و آویزان کردنش بر روی گردن یا بستنش بر روی بدن جایز نیست و حتی اگر از آیات قرآن باشه، باز هم این یک نوع اهانت به آیات قرآن هست و قول راجح در این زمین این است که حتی نوشتن آیات قرآن و آویزان کردنش بر روی بدن، این از نظر شرعی بنابر قول راجح و اکثریت علما این از در واقع جایز نیست. و همچنین پول اسقاطی که میگیرند، یعنی این که گناهان میت بخشیده بشه، این یک افترا هست بر شریعت اسلامی. در اسلام چیزی را ما به عنوان اسقاط نداریم. هیچ عالمی نمیتواند که گناه کسی را با پول بخرد که اون میت یا صاحب میت یا ورثه میت پولی رو تقسیم بکنند به خاطر اینکه گناهان این میت در واقع بخشیده بشود یا نمازی رو که نخونده بهای اون باشه. هیچ دلیل شرعی وجود ندارد که شما به جای نماز میت پول بدید یا به جای در واقع این که گناهانش بخشیده بشوند شما در واقع پولی رو بدید، چون این چیزی از نظر شرعی وجود نداره. اسقاط گرفتن یا پول تقسیم کردن سر قبرستان به معنی این که گناه میت بخشیده بشه یا نمازهایی رو که قضا داشته، این از نظر شرعی هیچ گونه دلیلی نه در قرآن دارد و نه در سنت، چون این چیزی جایز نیست. اما اگر امامی این کار رو انجام داده، این جزء موارد اشتباهاتی است که انجام داده. خواندن نماز پشت سرش درست است، یعنی این موجب بطلان نماز پشت سر امام نمیشد. نماز خوندن درست است، اما این کارهای باطل و بدعتی است. جزاکم الله خیر. واقعا سوال بیننده‌ام این است که گفتن طلای زن که بیش از 80 گرم یا 120 گرم یا 150 گرم باشه، آیا این طلاها زکات داره یا نه؟ بله، طلایی که بیشتر از 85 گرم طلای 24 عیار باشد و یک سال کامل پیش زن مونده باشد، این زکات دارد، چه استفاده بکند یا استفاده نکند. هر زمانی که طلای زن از روزی که اون در اختیار گرفته یک سال کامل بر اون بگذارد و به شرط این که 85 گرم طلای 24 عیار باشد یا بیشتر از اون، بر اون زکات لازم هست، چه استفاده بکند یا استفاده نکند. و مقدار زکاتش هم 2.5% یا همون 41 هست. تقسیم بر 40 بکند قیمت اون طلا را، قیمت گذاری بکند، تقسیم بر 40 بکند، یک قسمتش رو به عنوان زکات باید پرداخت بکند بعد از گذشتن یک سال کامل. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین.
وقت برنامه تمام شد. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لأزيل الحيرة